мехоҳем. Салом дӯстони гиромӣ. Ман айни ҳол ҳеҷ касро қабул намекунам, барое ки интизор ҳастам ки устоди гиромӣ меоянд. Пас ки устоди гиромӣ омаданд, баъд сар мекунем саволтӣ ва ҷавоб. Каме тоқат кунед, илтимос, ҳамаш мешавад иншоаллоҳ. Ва ассалому алайкум ба кулли мардум. Ассалому алайкум, дуруди бе поён. Ози ман иҷода рости гап пурра настройкума накардам. Аз ҳамин сабаб YouTube Studio Навид Базурак, ташаккур, сипосгузорам. Зинда бошед бародар. иҷози як дусе чиза ман дуруст кунам, пас бо бармегардем иншоаллоҳ. умедворам сиҳати хонавобод ҳастед. лайфчат ир аввал бояд дуруст кунӣ, баъд сар кунӣ, хулоса. Nature. Оле қабул намекунам бардоро. Бубахшед, як дақиқа интизор шавед, ози ман ҳами ҷурш кунам, тугриш кунам. Баъд насиб ҳамсӯҳбат мешем. Ман камтар дуртар шидам чи ёки ира майдатар кардам дар кора. снима тамош дура. ихе бояд биста. Салом ба хурду калон. нархи хубтар аст. ду каса чихе кунем ша? чор кас. хуб. иҷа ихелай. ман ира чӣ хел истифодаш кунам? хуб кӯам хе бор бутуранд кум. салом дуруд ба кулли мардум. имрӯз оиди таърих ҳарф мезанем. албатта ки агар ки устоди гиромӣ қадр биёянд,
соати 4 гуфта будем ки меоянд, даъват карда будем чунаа соати 4 ва инҷода бо фейсбукам ҳаст. Бале, фейсбукам мекушоем. Дар фейсбук мо аҷозмон набуромада ки даҷа инаҷа гирон кардан дар кор аст. бале, фейсбукам хулоса ози интизор мешавем. устоди гиромӣ меоянд, баъд оиди таърихи фарҳанги ҳуввияти тоҷик ҳарф мезанем. албатта ки устод хеле устоди донишманди хеле олиқадр ҳастанд ва интизоршон мешавем иншоалло. аз мо мактубшон кунам ки кай ки омадан. пас чӣ мега хоб. سلام و درود برسه برای برادر ما. شما چطور هستین؟ بار اولت ما ویدیوهای شما را دیدم، باور کن. سلام. ویدیوهای شما را سیف کردم. اما از چیز گفتین، او روز گفتین که عمل در تیک تاک هم هست، گفتین در مناطق ما شما، البته من تاجیک کابلی هستم. بله بله. گفتین اما سرگینا و نمیفهم چوب جمع میکنن، این مصروف همه روزگار هستن. مرا بسیار خوشم آمد. آفرین برادر بزرگ. من در فرانکفورت جرمنی هستم، 25 سال می شود. تاجیکستان به پیش. درود بر امام علی رحمان بزرگوار و درود بر صورت مای شما. زنده باشید، زنده باشید، زنده باشید. شما تاجیک هستید گفتید نه؟ بله بله، البته تاجیک هستم. کاملا تاجیک هستم. نام میرویس است. در پاسپورت جرمنی سرخ من تاجیک هم نوشته است. فامیلی من تاجیک است. بله مشکل نیست، بهترین. نه من تاثیرم میذارم. اگر البته که برادر گرامی اول بعضا میگن که امام علی رحمان را قیافه داری. من میگم 100 مرحمت. 100% برادر زنده و سربلند باشید. اوه این برادر زنده باشید، زنده باشید برادر. عزیز خاصه از کار آمدم، میبخشید تاثیر من کوتاه دادم که هم برادر بزرگوار شما هستین. زنده باشید برادر، خانه آباد باشید. امروز ما اویدی هویتی همین تاجیک و فرهنگ خود کمی صحبت میکنیم. یکی از عالمان تاجیکی در بریتانیا قرار دارن، داغی خدا داگیف حاضر میدارن و امروز یک صحبتی آزادانه میشود. یعنی هر یک شخصیت تاجیکستانی که ممکن وقت نداشته باشد، ممکن که حال نداشته باشد یا که امکانیت نداشته باشد که به واسطه از دیگر گونه چیزها روی به روی با عالم سوال خود را خلاصه تیاد، امروز همین عالمی چه گفتیم داغی خدا میان انشاءالله و با آن کس ما هم صحبت بشیم. و هر یک تاجیکستانی باشد، هر یک افغانستانی باشد، تاجیک باشد، دیگه ملت باشد، فرق نیست. سوال خود رو البته که میتواند تیاد و اون سوال ما حاضی کامی صاحب، من شما را 5 سال است که تعقیب دارم در سوشال میدیا. بسیار خوشحال هستم بار اول آمدم در لایف شما و بسیار خرسند هستم. ما از بچه کابل قلعه قاضی همین 4 دیوال هستیم. زنده باشید. افغانستانی ها شما بگوین اونا ما را میشناسن. زنده باشید. زنده باشید. و مبارزه شما را در تیک تاک، در سوشال میدیا ما بسیار مورد یعنی گپای عالی میزنین، قرار میدین. تاجیکای دنیا را، البته در افغانستان 20 میلیون تاجیک وجود داره، در تاجیکستان خود 9 میلیون است، در ازبکستان فکر کنم 12 میلیون است. و تاجیک هر جا، تاجیکستان به پیش. زنده باشید. من یک چیزم میگم اگر شما خفه نشین، رهبر کبیر انقلاب تاجیکستان و تاجیکای دنیا امام علی رحمان بزرگوار. خب ما چرا خفه بشیم برادر جای یک؟ بله من میگم پسندم بعضی. من در لایف یک تاجیکا رفتم، می جرمنیا بودن، در گرمنیا زندگی میکردن، 12 سال میشت آمدن. من رفتم گفتم امام علی رحمان رهبر تاجیکاست، مرا دو دشتم پایین انداختن. چرا؟ نفهمیدم چی شد. یک کم سیاسی بس کردن، گفته او فلان بستان. من گفتم نه. کاش که من یک صحبت دیگه هم دارم کوتاه، کاش که رئیس جمهور ملت افغانستان هم همو بزرگوار باشد، امام علی رحمان بانوی اول باشن، خانمشان.
مثل مادر معنوی ما. ягон мушкиле нест бародар, албатта ки дар ҳар як давлат, ҳар як чиз одамое ҳастанд ки хулоса мумкин ки ба зиддияти ягон кас бошад. И чизи нав нест бародар. Ва тарафдорони чихи ҳамун шоҳи Тоҷикистон бошад, тарафдорошон ҳам ҳастанд ва нафарое ҳастанд ки бар зиддшонанд. Лекин бибинед, мо инҷо рӯбарӯ биромада ҳамсӯҳбат мешавем бародар, фаҳмидед? Хоб, دقیقا بله. хоб, عزیز هستین. بله. зинда сарбаланд бошед. То бозид бародари гиромӣ, инҷо мо бародари عزیز дигара هستین. даъват ما мекунем. بیننده هستیم، سفر لایک میکنیم. محترم صاحب دیگه وقت روزگار شما خوش. Зинда бошед, зинда бошед. Инҷа навиштаистанд ки ози ман тарҷумончия истифода барам. Чӣ мегӯянд? Дар Покистон хеле шидан. Ман форсӣ хондан наметавонам бародар. Ха, навистааст. Навиштан як чиз аст, гуфтан як чизаи дигар аст. Фаҳмидед? Омадааст дигар гап задааст. И албатта ки мегӯяд ки 5 сол, ман 5 сол дар сошиал медиа бародар нестам ва якумин бор нест ки шумо дар саҳифаи ман диромадед, ҳамсӯҳбат шудед. Якчанд бор дигар пеш диромада будед, ҳамсӯҳбат шида будем. Аммо мушкиле нест. Иҷо мо ҳамин нафаҳмидем чӣ хехи ду тарафа калон шавад. Чӣ гуна бояд шавад? Рости гап намедонам. Хуб, ихе кунем ша. Ихе кунем, ба фикрам ихе намешавад. Хуб, зиндаву сарбаланд бошед. Този мо як ина дар худуд омадам. Акай дагӣ устод марҳамат, ку як бор қабул кунед, ку бинем ку чӣ гапу хабар аст. Салому дуруд. Ҳастам. Бале, Салом. хуб ҳастед? Сиҳат саломат ҳастед? Ҷон ба хайр? Ташаккур, саломат бошед. Хубем инҷо. Бад не. Мана мебинӣ? Бад ман ҳозир шуморо акстона дидан натонистестам. Рости гапе ки агар ки ҳамун навортона масалан гирон кунед, пас метавонам дидан шуморо. Лекин ина. Ҳастам. Бале, ана ки ман дидам шуморо, лекин ман инҷа ҳамин одамо ки бекор мемонанд, баъд занг задан мегиранд. Ман иҷо ихе ба фикрам шуморо бузург мекунам. Масалан, иҷо мо даъват мекунем бачакое ки суол метиҳанд. Масалан, якта даъватшон мекунем, суолошона метиҳанд, пас мефурӯрем шуна. Баъд оиди суоло хулоса агар ки шумо имконият дошта бошед, ҷавоб метиҳед. Имконият надошта бошед, хоҳиш надошта бошед, мушкиле нест. Хулоса некст, чӣ мегӯянд, некст мегзарем. Хуб, аввалаш ки сипосгузорам ки шумо имрӯз бо мо ҳастед, вақти худро ҷудо кардед ва мебинам ҳавои шумо форам аст. Ба фикрам дар як ҷои хеле хуб шиштагӣ ҳастед. Офтоб ромадагӣ дар ба ҷое ки як истироҳат кунӣ рӯзи шанбе, якшанбе, шумо бо мо ҳастед ва бузургвор мо як тасмим гирифтем ки бибинед ки ин гуна чӣ гӯям, мардуми оддӣ ки шавқовар шавад, як дар пайи ҳамин таъриху фарҳанги худ шавад, мисли ҳамин як кӯдаке ки нав ба ин дунё меояд. Ҳамин бояд ки қапада расад, то ки ҳис кунад ҳамин чӣ асту чӣ аст. Яъне ки дар ҳамин мавзӯъ дарунаш дурояда ва ӯ шавқ пайдо кунад. Фаҳмидед? Ба ман гуфтам ки чаро мо наметавонем ҳамин гунаи олимона даъват карда, масалан ёки одамои машҳур, аки хеле не ки як интервю гирем ки хулоса баъд паҳн кунем. Интервю хуб аст, аммо бо як навори рӯбарӯ гӯем, не рӯбарӯ бе ягон чизои махфӣ ёки ягон чизои гапи чора, ҳамин одами оддӣ биромада саволу ҷавоб кунад, бовар кунед, ба фикрам бо хубтар аст. Ва дирӯз кай ки ман эълон кардам дар саҳифаҳои иҷтимоии худ, хеле бисёр одамот омадан гуфтанд ки ин саволате, вай саволате, ин саволате.
ба ман гуфтам ки хубш мешед ки худатон медромадед ҳамин саволотутон медодед барое ки як савол такрор нашавад ва албатта ки шумоам ҳамчун як миллатдӯст бошад ёки таърихдӯст бошад ёки одаме бошад ки одди фарҳанги ҳувияту сиёсат як каме мехоҳад ки маълумот гирад, шумо масалан метавонед рӯбаю буромада ҳамин саволи худро ба одаме ки дар ин соҳа солҳои умри худро додагӣ аст рӯбарӯ шуда савол тиҳед, барое ки бовар кунед медонед чи и хеле гарон аст. Ҳамин кай ки шумо масалан оиди таърихи фарҳанг ҳарф мезанед, ин чизо хеле гарон астанд, яъне илме ки шумо доред ин хеле гарон аст. Чӣ мегӯем, чиз англичано чӣ мегуфтанд? Бесценен чӣ мегуфтанд ба англисӣ? Valuable. Як бор дигар. Valuable? Valuable. Не бесцена. Хулоса ба тоҷикӣ чӣ мешавад? پرارزش. گپای خودت هم گفتی، خوب فهموندی راستش. چیزایی که پرارزش هستن، چیزایی که اهمیت دارن برای زندگی مثلا معنوی هر یک فرد. бале. Хуб, имрӯз бародар шумо худтона як ба мумкин ки бисёрон нашиносанд, имрӯз мо дар саҳифаи TikTok, YouTube, Instagram ва Facebook 4 саҳифаҳои иҷтимоӣ дар хулоса лайфи мо рафтааст. Саҳифаи Instagram ва Facebook мумкин ки ба ҳама саволҳо натонам ҷавоб додан, натонам хондан. Маро бубахшед, ман то тавонам ҳамаашро мехонам, мебинам ва ҳозир бошад мо дар саҳифаи TikTok ва Facebook ҳаст ва шумо худ як муаррифӣ кунед ва пас ман як савол ба шумо метиҳам, баъд сар мекунем. Салому дуруд, марҳамат. بسیار تشکر از شما. اول من شاه حکیمی میگم، بعضا شاهرخ هم میگن، ولی میدونم که کسایی که همیشه دنبال برنامه شما هستن میدونن که ما در مورد کی و شخصیت شما که قبلا هم گفتم راستش کارهای بسیار خوب میکنه. یک اهمیتش است شاه حکیمی گرامی که زیاد اولین صحبتی هم که داشتیم در دفتر کارم موضوع می بود که شما گفته که با یک زبانی عامه‌فهم، یک زبانی که مثلا ساده تر است، چون که مثلا دانشمند میتواند که از همون بگیریم ترمینای مخصوصی که اونا استفاده میکنن یا زیاد وقت در مورد یک چیزایی صحبت میکنن که خیلی مرکب هست برای یک خواننده عادی، یک مثلا جوان. و با همین خاطر منم خوش هستم و میخوام که همیشه در خدمت باشیم. چیزی که باشد امکان یا از ما اگرم یک صحبت است تا جایی که میدانم برای سوالات جواب میگم، جایی که ندانستم معذرت میخوام ولی دنبالش میباشم، پیدا میکنیم و با سوالات ما پاسخ میگیم. منم طوری که قبلا هم معرفی شدیم اصلا از تاجیکستان هستم، با نام داد خدا قدمزاده در این بگیریم سوشال میدیا هستم یا در رسانه ها، ولی همه ما که نسل زمانی شوروی بودیم، دگی خدا دگیف هستم در دیگر بگیم که من نامنویسی شهادت نامه و دیگر داکومنت های رسمی و استاد دانشگاه هستم در لندن و بیشتر در بخش های خیلی مختلف هم درس خواندم. اول در تاجیکستان در بخش با نام فیلولوژی تاجیک میگن، دانشگاه خارق شهر ختم کردم و بعدا دیگر در دانشگاه لندن 2 سال خواندم آموزش تاریخ اسلام و افکار اندیشه اسلام. 2 سال دیگر در دانشگاه آکسفورد درس خواندم که اونجا بیشتر این گزارش کشورهای سابق شوروی، یعنی که با اصطلاح انگلیسی ترانزیشن میگن، یک دوره که ساختاری کمونیستی یا سوشالیستی بود و مردم در زندگی داشتن و بعدا از فروپاشی شوروی یک دوره دیگر جدید آغاز شد. و دیگر رساله دکتریم از دانشگاه لندن در علوم سیاسی گرفتم، بیشتر با سری کشورهای آسیای میانه تمرکز کردم و مخصوصا تاجیکستان، ازبکستان و افکار اندیشه که در زمان شوروی و بعد از شوروی در این سرزمین بگیریم بیشتر جریان داشت و ساختارهای دولتداری و دیگر بگیریم اون اثری که دیگر کشورهای جهانی معاصر بیشتر سری کشورهای کوچکتر می آوردن. همه این پهلوها را آموختیم و دکتری ما گرفتم و دیگه در خدمت شما هستم.
زنده باشد. اینجا سوال دادستن که این شخص زاده ونجزمین است. همین دروازه هم خلاصه جدا است به فکرم، نه یکی خیر. این خوب گفتن، برای که بعضا فکر میکنم گرچنده که خیلی بگیریم یک ذره زبانی گوییشم فرق هم میکند نسبتا از صحبتایی که عادتا در تاجیکستان هم میکنن، ولی اصلا از درواز هستم و درواز ونج در گذشته اینو یک سرزمین بدن. واقعیتی است که همه کشورها بغیر از اونه که این مرزا را بگیریم ابرقدرت ها برای ما ساختن یا اجبارا مرزا را جور کردن، در داخل کشورام به ناحیه و ولایت ها تقسیم شدیم و در گذشته مثلا درواز خودش یک شاهیگری بود یا میریگری بود. درواز میگفتن شغنان و وخان، و این قسمتی ونج یک قسمت های زیاد تا طویلدره و تاجیک آباد او طرف افغانستان هم دروازی بسیار بزرگتر است از این دروازی تاجیکستان دیده. اصل از درواز است و ما با ونجی ها بسیار با یک لهجه نزدیک صحبت میکنیم، بسیار لهجه شیرین هم است و بله زنده باشد. ببینید البته که در سوشال медиа شما به فکرم اکنون نمیدونم چند قدر فعال هستید، اما من کم ترک فعال هستم و ببینید که ما ویدیو نوارها میکنیم، مورد تاریخ فرهنگ صحبت میکنیم. 21 هستن آدمای هستن و میگن که امروز در جامعه بحث هست که وقت جهان به کосмос میپرند، یعنی آدم های دیگر دولت به کосмос میپرند و تکنولوژی های نو میسازند، ما باشد تا حال درباره تاریخ باستانی حرف میزنیم، درباره خوراک یعنی پلو باشد یا که دیگر چیز باشد گپ میزنیم. به نظر شما آیا این درماندن در تاریخ مانع پیشرفت ما نیست یا که تاریخ برای ساخته آینده تکنولوژی ضرور است یا که نیست؟ بسیار سوالی به مورد است. راستی پرسش است که بعضا به می اصطلاح های انگلیسی و روسی زیاد وقت که میشنویم نه میگن که ارزش $1,000,000 است و از همین گونه سوالا است. بیشک که جهان معاصر خیلی پیشرفت ترقی کرده است و نم چیزی عادت ترینه که حالا ما صحبت داریم فکر کنیم از بسیاری کشورهای جهان هستیم، ولی همه ما در یک وقتی معین میتوانیم در یک پلتفرم با هم بیاییم صحبت کنیم، سوال جواب کنیم، پرسش‌ها و همه این بزرگی علم دانش پیشرفت ترقیات تکنولوژی معاصر شهادت میدهد. من در مورد رساله دکتریم که گفتم موضوع می بود که بیشتر موضوع از من علوم سیاسی بود و همون چیزی که گفتیم تغییرات تبادلات هایی که بعد از شوروی در این سرزمین رخ میدهد بیشتر این پهلوها را می آموزم. اما موضوع تاریخ بسیار مهم داغدار است، شاید نه برای همه مردم، نه برای هر یک بگیریم که دانشمند یا کارمند یا دهقان یا بگیریم جوانایی که در دیگر بخشا بیشتر حالا تکمیل اختصاص دارند یا راه روش زندگی خودشون پیدا میکنن. شاید زیاد فکر میکنن که برای یک فیزیک یا مثلا یک کسی که در علومی مثلا بگیریم تکنولوژی یا این کامپیوتر یا دیگر اینترنتی چیزا بیشتر پیشرفت کردن یا در اون دارن توجه، تاریخ برای اونا شاید اونقدر زیاد مهم نباشد. ولی من شخصا خودم زمانی که بیشتر می آموختم و در جهان غرب بودم، شاید ما اولین نسل تاجیکایی بودیم که در اینجا آمدیم. شاید هم نه مطمئن هستم که ما اولین ها بودیم و بیشتر در مورد ما پژوهش، آموزش، تحقیقات، آشنایی نداشتن. حتی کشورهایی بود که ما سفر میکردیم بار اول گفتن که ما تاجیک دیدیم و حتی در سیستم کامپیوتریشو سال 2002 وقتی که ما مراکش رفتیم، اون زمان که درس میخواندیم برای آموزش زبان عربی ما رو اونجا فرستادن و اونجا که رفتیم حتی اولین بار گفتن تاجیک آمده است، در سیستمش تاجیکستان نبود. در اون بگیریم پاسپورت کنترل که ما میگیم، یعنی که زمانی که ما وارد شدیم و اونجا میخواستن که ببینن که ما از کدام کشور هستیم. و بیشترم در اینجا در بحث مناظره هایی که از من این فقط از تجربه شخصی خودم میگم، ولی میدونم که سوال
خیلی وسیع‌تر از این محدودیت‌هایی که شاید من میگم هست. اما اینجا هم که اومدیم زیاد وقت ما را یا سنترال ایژا میگن که در زیر مفهومی سنترال ایژا یعنی آسیای میانه در زیر بیشتر مثلا جزوی فرهنگ ترکی و مغولی و کدام فرهنگ‌های پساشوروی یا بعضا مثلا یک اصطلاح‌های ایرانیان استادیز است یعنی آموزش ایرانی ها یا پرژنت استادیز یعنی فرهنگ فارسی و ما زیاد وقت نادیده گرفته میشویم. یعنی ما نه بگیریم ترک دیگر می باشیم نه ایرانی با اصطلاح امروز ایرانی یعنی شهروند ایران و به می خاطر زیاد وقت به نظر می رسید که زیاد جبهه ها یا واقعیت ما یا هویت تاریخ ما بگیریم عدالت نبود در این زمینه. و موضوع دیگر این بود که زمان شوروی چقدر که در تاجیکستان دانشمندای تاجیکستان شوروی هم آموختن محدودیت‌های بگیریم زمان مکان خودش داشت بیشتر در تاجیکستان یا کشورهای پسا شوروی چون بعضی ادبیات هم به زبان روسی ترجمه شده بودن ولی بیرون از اون نبود یعنی که با زبان‌های بزرگتر و وسیع‌تر که جهانی بزرگتر صحبت میکند چیزی موجود نبود و زیاد وقت معلومات نداشتن. اما در یک موردی خصوصی هم بگم برای چی اهمیت دارد وقتی که زمان بسیار جوان بودیم موضوع زبان فارسی پیشرفت زبان فارسی و ما را میگفتن که باید ما زبان خودمون رو بیاموزیم آخرم همین نقطه رو بگم و بعضی میگفتن که چی اهمیت دارد و یک چیزی که بزرگا گفتن که هر کس که به زبان خود سخنران گردد آموختن صد زبان آسان گردد مهم است یعنی که تاریخ فرهنگ خود بدانی تا هویت موقع خود شخصیت خود در جهان معاصر بشناسی. اگر این چیز نداشته باشی شاید که یک موفق عالم دانشمند یا در جهان وسیع‌تر موقع خود پیدا میکنی ولی موفق ولی از یعنی که از هستی خودت بی‌نصیب هستی. و یک کتابی بسیار مشهور از چنگیز ایمتوف است منقورد که شاید به دردی همه ما میخورد و از اون کتاب استفاده کنه یک بار بخونه ببینه اونجا چی میگه در این مورد. ببخشید من بعضا پرگپی میکنم ولی خیلی پیچیده هستم. زنده باشد تشکر زیاد استاد. من دیروز واقعا یک چند بار است که من سوال میکنم یک میبرم دیروز دو بار سوال دادن که where I'm from دیروز در همین لیفت یعنی لیفت نکه چی میشد با توجیکی لیفت میشد دیگه اوخی از همون فروماده استفاده که دو تا زن درآمدن خمک یک آدمی هستم که من صحبت دوست می‌دارم ده او how is weather you like it سانیا خیلی میفهمم که هم صحبت شدم بعد با زبان آموزم بعد سوال داد که گفت که where are you from it's so lovely accent can I ask you where are you from can you guess oh okay maybe گفت maybe South Europe فکر میکنه که من یکی از همون بلغارستانم یا که همون پولشا پولند هستم من نمیدونم از کجا فکر میکنم بسیاری. و پس خلاصا من گفتم که من از تاجیکستان هستم تاجیک میگه که نمیدونم تاجیک کیست چیز نمیدونم خب فهموندم شونه. بعد باز مغازه درآمدم یک بچه که هم صحبت شدم گفتم که تو از کجا هستی که گفت که من از کرد هستم از کردستان هست. گفتم که دوام ندادم که کدام کردستان در نظر داری گفت که تو از کجا تو از افغانستان هستی مرا گفت. من گفتم که نه من چرا میگیم از افغانستان هستم من از افغانستان نیستم من از تاجیکستان هستم و من تاجیک هستم. یعنی که اوید افغانستان یعنی اینا مثلا حوزی در صحیفه اجتماعی بحث همین من افغان نیستم که من افغان هستم بحث میرود شما که تاجیکستان یا که افغانستان میگید البته که شما فکری دیگر آدمو که همون کلا مردمی که افغان است یا که تاجیک است که اشتباه است و اوید تاریخ و تکنولوژی باشد ای одамоне ки бовар кунед ҳамин савод надоранд ин гуна савола ба фикра метиҳанд барои чӣ барое ки мо ҳамон аз одамои гузашта ки ин қадар китоб нависанд ин қадар таълим доданд дунёра мо аз онҳо меомӯхтем ва меомӯзем ва меомӯзонем. касе ки масалан ҳамин институт ки мо мехонем
то ҳол дарс метиҳад, то ҳол мегӯянд ки мо ҳамин дарсҳои илмӣ ки ҳамун Алхоразмӣ бошад, берунӣ бошад, мо то ҳол ва истифода мебарем. Ва албатта ки дуруст аст, сипосгузорам. Иҷо як каса даъват мекунем ҳозир ку бинем чӣ савол метиҳад. Агар ки ягон кас ягон гапи хато занад ё ки дашном кунад, аз шумо хоҳиш мекунам аҳамият натиҳед. Ана Толиб Парпиев, марҳамат, саволи худро кӯтоҳ карда марҳамат ба устод диҳед ва албатта ки пас мо шуморо мефурӯвем, бубахшед, чунки одамо зиёд ҳастанд. Боз боло мекунем. Салому дуруд бародар, марҳамат, хубед, тинҷед, сиҳат саломат, як худто муаррифӣ кунед. Аз сар дуруед бародар, аз сар дуруед, садотон хуб нест, садотон хуб нест. Аз сар аз шумо хоҳиш мекунам дуруед. Иҷада дигар нафара даъват мекунем. Бародар, шумо садотон бад буд, барои ҳамин бубахшед. Буна, салому дуруд. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хубед созед бародар, сиҳат саломат? Саломат, худтон хубе? Зинда бошед. Саломати хубе? Зинда бошед. Марҳамат, худро муаррифӣ кунед, аз куҷо ҳастед ва саволи худро ба устод марҳамат диҳед. Ман номи ман Бунёта. Ман аз Ӯзбекистонам, лекин миллатим тоҷика. Бале. Ман ба шумо ба қати шумо гап задагиам аввал пештар. Дуруст. Имрӯз бародар савол ба олими таърихшинос аст. Ягон савол дошта бошед ки марҳамат. Ака шумонда як саволи, ман дар Ҳиндустон 2 сол зиндагӣ кардагием. خب ман дар як савол ҳаста ки чӣ хел забони форсӣ дар Ҳиндустон ҳаста? Гап мезананд ҳиндо. Ман гап задам 2 сол, ҳозир ман мефаҳмаму гап зада наметавонам. Кам гап мезанам. Барои чӣ ки мо тоҷикем, монда осонтара ёд гирифтан. Чӣ хел ки забони форсӣ давайҳо рафтагия? Чӣ хел шидагия забони форсӣ дар забони ваё аралаш шидагия? Зинда бошед. بسیار خوب. Ман нафаҳмидум. Зинда бошед. تشکر. Бунёд, ташаккури зиёд, зинда ва بسیار сарбаланд سوال бошед. خوب. بسیار سوال خوب، ولی چون این حکیم جانم گفتن که من کوتاه‌تر جواب بدم، کوشش میکنم که یک ذره کوتاه صحبت کنم. بسیار سوال مهم است، سوال پر اهمیت است و برای شما جواب این است. اول که ما تاریخاً از دیدگاه تاریخی فرهنگی ما با مردم هند بسیار نزدیک هستیم. یک تاریخی پیوسته هزار ساله ها داریم. و حتی مثلا کتاب اوستا که است، کتاب زردشتی ها که مقدس است برای گذشتگان ما و کسایی که به این کتاب، به این آیین اعتقاد دارن، این زبان خیلی نزدیک به زبان سانسکریت است و زیاد کتاب های دیگر بندهیشون است این گپا. ولی برای سوال شما با بگیریم مشخصترش همین است که زمانی که در این سرزمین ما دیگر اسلام پهن شد، زمان سامانیان این گپا را که میدانیم، بعدا این غزنویدها بدن. یکی از بگیریم قماندان‌ها یا فرمانده‌های لشکری سامانیان سبکتگین بود، پدر سلطان محمود غزنوی، و سامانیان برای خدمتش ولایت غزنه که در افغانستان امروزه است برای توفه کردن و او در اونجا بسیار گسترش یافت و پسر سلطان محمود موافق سرچشمه‌های تاریخی یا 17 یا 19 مراتبه به هند حمله کرد. به هند حمله کرد و هر دفعه میرفت غارت میکرد، دیگر کشتار گپام بدن متاسفانه، ولی دیگری فرهنگ در اونجا گسترش میافت. ولی از شاید از اونام بیشتر تاثیر غوریدها هم یک دولت تاجیک، یک امپراتوری بزرگ بدن که غور است، یک منطقه در افغانستان امروزه منطقه کوهستان است، از نامش معلوم غور، و طرف پاکستان است. و اینام یک امپراتوری بسیار بزرگ داشتن که تقریبا 200 سال تا هندوستان تا دهلی را تسخیر کرده بودن، دولتداری خودشون گسترش دادن. و یعنی زبان فارسی از قدیم هم پیوستگی هم ریشگی با زبان هندی داشت و از پهلوی دیگر این دو دولتداری امپراتوری بزرگ در اونجا دامنه یافتن. و از همه بعدش زمانی که این شیبانیان با نام شیبانیان که
یک سلاله مغول تبارا از استرخن روسیه، زمانی که روسا امپراتوری خودشون گسترش دادن، اونا را فشار آوردن، اینا آمدن در این سرزمینی به نام آسیای میانه، امروز که مثلا ازبکستان، تاجیکستان و سایر کشورها هستند، آخرین سلاله تیموریدها را، یعنی که ادامه نبیره های تیمورلنگ فشار آوردن و اینا شکست خوردن، بالاخره رفتن به افغانستان امروزه و از اونجا رفتن به هند و در اونجا یک سلسله دولتداری با نام مغلا است، یعنی که ادامه مغلا در هند که اینا هم تقریبا اگر اشتباه نکنم یک 400 سال دیگر دولتداری داشتن و زبان فارسی بود. بابور خودش در بابورنامه میگه که زبان فارسی بسیار کمک کرد، چون ما همه فارسی میگفتیم در این سرزمین، اینا گچند مغول تبار هم بودن و چون در این سرزمین ما بودن با زبان فارسی، زبان ادبیات و فرهنگ بود، خودشو شعر هم میگفتن و گفت در هند هم که رفتیم مردم خوب با این زبان آشنایی داشتن، یعنی از زمانی غزنویدها و غوریان و این سلاله مغلا بسیار یک سلاله بگیریم که تاریخ پرپیچ تاب از بسیار آفرینشی و بسیار کارهای بزرگ انجام دادن. زیاد شاعر، نویسنده و معرفا از این کشور میرفتن با اونجا، از سرزمینی ما به نام آسیای میانه امروزه و ایران در اونجا میرفتن، چون شاعرها را قدردانی میکردن، شعر مینوشتن تا زمانی که انگلیس آمدن و بعد این سلاله مغولا را در اونجا برهم زدن و از اونجا زبان فارسی بگیریم که تا جای قطع شد. ولی تا به هنوز میراث زبان فارسی، فرهنگ فارسی، ادبیات فارسی و هنوز بزرگترین بگیم کتابخانه های ادبیات فارسی در هند محفوظند. زنده باشید. تشکر زیاد. یک چی من میخوام ایلوه کنم. مردم ایرانی نژادها که امروز مثلا تاجیکان، ایرانیان، پشتون، اوسетیان دیگر هستن و هندونیا، این در آریان میگن ای 3000 سال 4000 سال پیش یک جای بودیم نیستود. درست است، این قدیم تر هم است، شاید که از 3500 سال هم بیشتر است و فکرم که یک 5000 سال هم باشد. ولی یک چیز ناگفتنم راکم گرامی، بسیار این تاریخ قدیم است و بسیار بحث هستند، یعنی که همه مردم هند نیستند، چون هند میدونید که یک کشوری بسیار بزرگ است و اینا یک قسمی مردمی بدن که من ایندو آریان بدن و ما از امو شاخه گویا که جدا شدیم، مردم های آریا تبار یا ایرانی، و از او بعد دیگر در این سرزمینی با نام ایران و آسیای میانه گسترش دیگر فرهنگ خودمون بگیم که اینجا تشکل دادیم، ولی ریشه با هند پیوست است. بله. زنده باشید. تشکر سلام و زیاد. احترامات حضور شما. سلام و درود برادر گرامی، مرحمت. خوب است؟ جور است؟ نام خود رو و از کجا هستید؟ مهمان گرامیتان، برادر عزیز، در قدم اول خود برای خودتان یک پیام گذاشتیم، اگر یک لطف نمودی بازم پیام ببینی. در شخصیت پیام گذاشتم شاه حکیم صاحب. بله. در قدم دوم سوال داشتم از مهمان گرامی، چی انگیزه باعث شد در حالی که تاریخ گواهی از این است که تاجک ها ساسانی ها بودن، کوشانی ها بودن، بدخشی ها بودن و غوری ها بودن و از سلسله سلطان محمد ابو مسلم خراسانی که دامنه حکومت تاجک ها از کجا تا به کجا بودن، یعنی چی انگیزه باعث شد که ما را پرچه ما ساختن. درست. اگر ما امروز ببینیم به تاریخ نگاه بکنیم، قسمت از مناطق چچین و قفقاز و اینجا مناطقی هستند که هنوزم به زبان فارسی تکلم میکنن. درست. هنوزم به زبان فارسی تکلم دارن. یعنی چی انگیزه باعث شد که ما مردم از هم پاشیدن؟ مثال در ازبکستانی که ما از نزدیک ازبکستان دیدیم، ازبکستان، قشقدریا، سرخدریا و سمرقند، بخارا، تاشکند، اینجا بعضی لوحه هایی را که ما اونجا خواندم به زبان الفبای فارسی که امروز
ما و شما استفاده میکنیم به همین لحوه ها نوشته بود و چی باعث شده که ما را زبان ما را توته کردن، یکی ما را به نام دری، یکی ما را به نام تاجیکی، یکی ما را به نام فارسی، در حالی که در هند اگر متوجه شده باشید حتی در جاهای حکومتی هایشان شعرهای فارسی نوشته است بله و این عظمت زبان فارسی را نشان میده و این از سرود ملی پاکستان که اصلا زبانشان مثال اردو است و پنجابی است، سرود یعنی بله. چی انگیزه میخواستم بله. بدانم که چی درست. انگیزه باعث شد که ما را زدن تو پرچه ما ساختن. تشکر. تشکر از سوالت. بسیار بسیار سوال با مورد و واقعا بسیار تاریخ تلخ هم است وقتی که بگیریم سمت نظر میکنی. واقعیت که بگیم خیلی قدیم تر است. من یک چیزی میگم که مثلا در اسطوره ها و کتابایی که گذشتگان ما بودند، اون چیزی که برای ما میراث بعد از اصطلاح عرب باقی ماند، مثلا کتابایی بودند با نام خدای نامه و دیگر یک تعداد اثرهای مثلا خدی کله و دیم آیین‌نامه و چیزایی که در زمان ساسانیان دوباره درد شدند با زبان پهلوی بعد از اونه که خراب شدن از جانب عرب دوباره تا جای از آیین مزدکی و آیین زردشتی مردم که از سینه به سینه میدادن حفظ شدن. ما میدانیم که اولین دولتداری که در تاریخ ما با او بگیم شروع کردیم با نام پیشدادیان است و نام پیشدادیان یعنی پیش داد، پیش از همه داد است، یعنی عدالت، جستیس پیش از همه است و دولت به همین معنی است. یعنی دولت بگیریم یک سیستم است، یک نظامی است که یک عدالت اجتماعی را نسبتاً، یعنی که به طرز مطلق بوده نمیتواند، برقرار میکند برای اون جامعه و مردم که در جامعه به هم میآیند و زندگی اختیار میکنند. و بعد از او دیگر کیانیان داریم که خیلی مشهور هم است در داستانهای شاهنامه و بعداً و دیگر بزرگترین امپراتوری در تاریخ بشر که تا اون زمان در جهان امپراتوری نبود، اهامنشا است که ههامنشا میگن اکمنیدز میگن به زبانهای لاتینی و انگلیسی و دیگر دولتداری های زیاد بدن. مادیا بودند، بعد دیگه پارسا بودند، این ساسانیان بودند، امپراتوری های بزرگ بودند، یک تمدنی بزرگ بود. چون این مردم در یک مصاحبه پیشترم با شاه حکیمی گفتم از بنیاد مردم فرهنگ ساز بودند، شهرساز بودند. یک بار فکر کن که برای مثال وقتی که ما در تاریخی 3000 سال پیش صحبت میکنیم، بزرگترین شهرها اینا در سرچشمه های اوستایی هستند. در متون اوستایی مثلا نامی بلخ است، نامی هرات است، نامی کابل است، نامی نیشاپور است، توس است، خوارزم است، خیوه است، سمرقند، بخارا هستند. یعنی که میبینی که این شهرها خیلی مقدم هستند. زمانی که زیاد کشورهایی که امروز کشورهای بزرگ یا به حساب تمدنی هستند اینا اصلا وجود نداشتند و ما همینطوری تمدن و افکار اندیشه داشتیم و بزرگا داشتیم و میراث اونا تا به هنوز است و همین باعث این است که ما افتخار میکنیم و زیاد وقت به تاریخ رو میآوریم چون از زیبا موزیم تجربه است و دیگر آیین بگیریم اعتقاد افکار فلسفه حیات که از اونا میآموزیم. و زمانی که عرب آمد ضربه سخت زمانی عرب بود که به مردمی ما بگیریم که بسیار تأثیری نسبتاً بگیم تاخت تازه در تاریخ زیاد بدن، ولی تاخت تازه عرب این بود که با یک ایدئولوژی آمد، یعنی ایدئولوژیش یک آیینی جدید به سری ما بار کرد و اونا ما را پاره پاره ساختن، همه میراث فرهنگی را از بین بردن. بزرگا که مردمای اهل فهم بودن اونا کشته شدن، نابود شدن، کتابخانه را سوختن و یک کتاب بسیار مشهور از زرین کوب است با نام 2 قرن سقوط، یعنی 200 سال از زبانی ما دیگر چیزی باقی نماند. زبان ادبیات و فرهنگ عربی است، زبانی مذهب، زبانی دولتداری، ولی از خاکستر دوباره این ابرمردا برآمدن و زبانی فارسی معاصر که گهوارش خراسان است، بلخ و بخارا است و از اینجا دیگر اولین دولتداری ها همونطور شروع می شد از طاهریان، صفاریان و بعداً سامانیان که یک امپراتوری بسیار بزرگ با هاشمت بود، یک راه تجارتی بزرگ. و زبان فارسی از قرن 13 تا قرن 19 همونطور که شما اشاره کرده زبانی
ادبیات بود، زبان فرهنگ بود، زبان سیاست بود، زبان دیپلماسی بود، زبان تجارت بود که از هند، چین تا کشورهای بالکان که اینجا مثلا همه کشورهای آسیای میانه شامل هستند، جنوبی روسیه امروز است، قفقاز است و ترکیه امروز، و در این سرزمین زبان تجارت، ادبیات، فرهنگ، سیاست زبان فارسی بود، گسترش یافت. یک زبانی که بعد از اصطلاح عرب دوباره زنده شد، احیای عجم که میگن، از همین شروع بود. ولی ضربه های بسیار بگیریم میان شکن از جانب امپراتوریای اروپایی بود. این زمانی بود که کشورها بعد از رنسانس اروپا بسیار قدرتمند شدن، توان حوصله تکنولوژیشو خیلی پیشرفت کرد، گسترش یافت و راههای آبی باز شدن، کشتی‌های در اون زمان کشتی‌های بگوییم که زمانوی ساختن در زمان خودشو و آمدن این سرزمین‌های ما را پاره پاره کردن و مخصوصا انگلیس روس. انگلیس ها که آمدن همون چیزی که قبلا هم گفتیم از هند که زبانی فارسی، زبانی شعر شاعری، زبانی الیت، زبانی فرهنگ تمدن بود، در اونجا این سلاله ها را برهم دادن و زبان از بین بردن و پاره پاره کردن سرزمین و از اینجا هم از قسمت شمال روسا آمدن، قفقاز گرفتن و از قفقاز آمدن به این سرزمینی به نام آسیای میانه و دیگر زبانهای ما را پاره پاره کردن، مردم ها را دیگر تقسیم کردن، یعنی مردم بگیریم تفریقه کردن و دیگر زبانی روسی و فرهنگی روسی بیشتر در این سرزمین گسترش یافت. و همینطور دیگر در ترکیه امروزه که زمانی اتاتورک آمد بعد از جنگ اولی جهانی و دیگر ترکیه را یعنی کشوری ترکی ساخت و دیگر زبان فرهنگی ترکی در اونجا گسترش یافت و همون نسل کشی یعنی که با ارمنا بود یک سببش همی بود، چون در اونجا بیشتر مردمای کرد با ایرانی تبار برادرای ما بدن، یونانیا بدن و ارمنیا بدن و اینا را اجباراً دیگه زبان ترکی را به سر اونا بار کردن. و همینطور امروز در نمی موقع امروز هستیم در کشورهای به نام آسیای میانه فقط تاجیکستان بگیریم فارس زبان است و در اون سرزمین اینی که از خراسان بزرگ فقط یک قسم افغانستان در اون شرق است که زبان فارسی است. اما در پاکستان هم تا سال 1986 می شمال پاکستان که از هونزا، گلگیت، چترال، سواتیا اینا به زبان فارسی مدرسه میخواندن، اما بعداً دیگه زبانی اردو که اصلا این زبانی اردو هیچ تاریخ هم ندارد، این همین زمانی که پاکستان ایجاد کردن انگلیسا، این یک قسمی بود که یک قسمش از هند بود و یک قسمش از ایرانی بزرگ بود، از همین دو قسم گرفتن یک کشور با نام پاکستان بنیاد کردن و با خاطر اون گریم هیمنشو یا سرود ملیشو به فارسی است، چون که اونا بسیار هویت ایرانیشو مشخص بود، ولی دیگر یک زبانی بیگانه با نام اردو را به سر اونا بار کردن و ما را پاره پاره ساختن و در این کشورهای آسیای میانه هم دیگر زبانی ترکی در این کشورها بیشتر گسترش یافت، زمانی شوروی مخصوصا، و زبانی فارسی را هر قدر توانستن محدود ساختن. ببخشید من کوشش میکنم ولی به هر حال سوالای هستن که یک ذره وسیع‌تر باید توضیح کنی تا که معلومات بهتر. مشکل نیست. در جمعه هم یک الوه میخوام بکنم که شما اویدی رنسانس گفتید، اینجا نه تنها البته که دولت‌های انگلیس، اما ببینید همین اسپانیا نه، اسپانیا، پرتغالیا نه، دانیا، ببینید کل دنیا زیر همانها شد. برای چی؟ برای که راه داشتن. راهی چی؟ راهی آبی. ما امروز که در تاجیکستان هستیم راهی آبی نه ما داریم، نه قزاقستان، نه همسایه کشورهای ما داریم، هیچ کس ندارن. اما آنها باشن، آنها ترقیاتشون پیشتر رفت و البته که زیر پای خود همه دولت‌های دنیا را کردن و چی کاری که خواستن همون کار کردن، تقسیم کردن، زبان خود را مجبورن آموزاندن. مثلا حاضر امریکا روید، امریکای شمالی نه، کلان یا که با فرانسوی یا که کلان با اسپانیایی یا که پرتغالی حرف میزنن. برزیلیا با پرتغالی دیگه کلی مردمش با زبان اسپانیایی گپ میزنند. انا افریقا باشد فرانسه، اسپانیا، آلمانی کم است، انگلیسی بله، همش نوخه تقسیم. اما استرالیا بود که هیچ کس در آنجا نبود، همون جمع انگلیس ها رفتن، خلاصا یک قدرتی خود رو تقسیم کردن، خلاصا ما رو هم تقسیم کردن. بعد اینجا روسیه آمد با کتی انگلیس، خلاصا ما رو هم یک ضربه خیلی سخت را پارچه پارچه کردن. راست
واقعیتش همی است. اونا پیشرفت کردن. زمانی بود که ما در یک زمانی بازن به زبانی روسی میگفتن استگناتسیا میگفتن، یعنی یک زمانی شخ شده بود، یک بحران بود، یک چیزایی بودن که ما نتوانستیم برابر اونا پیشرفت کنیم و اونا از همون موقعیت خوب استفاده کردن و ما فقط هم انگلیس و روسیه را برای گفتیم که بیشتر در این سرزمین ما اونا نبگیریم ضربه اونا رسید، ورنه فرانسه و دیگه ایتالیا و پرتغال، اسپانیا همونطور که گفتی تمام جهان هم بگیریم همونطور بدبخت ساختن و او کشورها را زبان و فرهنگشون از بین بردن. چیزی که داشتن میراث فرهنگی اونا را برداشتن بردن به کشورهای خودشون و زبان و فرهنگ خودشون، دین خودشون به سر اونا اجباراً بار کردن. بله تشکر زیاد. ما اینجا یک بچه را دعوت میکنیم، البته که در دیگه صحیفه اجتماعی هم سوالها را چیز کردستان، لیکن ما اینجا دا یک دعوت میکنیم. بچه که بروین ببینید این گونه استریم خیلی شانسی خیلی خوب است که مثلا این گونه سوالهای یک تحلیل کنی، یک بفهمی. گپارا چی میکنی در تاجیکستان؟ نرخای کس چند شده؟ این افغان است. افغان هم قدر فرهنگ داره. این همه فرهنگ داره. پرچم تاجیکستان هم مونده است. میدوید دشنام این همه دشمنای منافقی هستن که البته که ما باید شناسیم که هستن از کجا هستند. ببینید چگونه از 4 طرف میفهمید. خب ما چه گفتیم این گونه آدما میشوند برای همین چیز نگیرید. اینجا یک برادر گرامی اومدن، این کس هم خیلی شخصی شناخته هستند. اکا افتخار گفتی میدارم با ندار اومدی، خب مشکل نیست. کل 88 یک بچه تاجیکستانی بوده است که بله همین افغان ها میگوین همین گپای بد همین تنها افغان با السلام علیکم. و علیکم السلام. خوبه؟ درسته؟ صحت سلامت؟ مرحمت برادر. محمد ساز کدوم ساز می؟ زنده باشید. سلامت زرمی؟ زنده باشید برادر. خود رو معرفی کنید، از کجا هستید و سوال خود رو مرحمت گوید. من از پنجکند. خیلی از خوب. کجا؟ چی سوال دارید؟ اویدی تاریخ فرهنگ چی سوال دارید برادر؟ من تاریخ که تختم از اون نیست. موضوع نیست. خب یا سلامتی در اومدید برادر. اوه سلامت باشید. زنده باشید. اویدی سرازم یک معلومات میتونید اومده همین پنجکندی، مثلا شما از پنجکند هستید، اویدی سرازم یکون موضوع یکون چیز گفته میتونید برادر کلیا؟ اگه سرازم شهر قدیمه تاجیکستان یکم جواب میستد. تاریخ داره. من نمیدونم. چند سال دارد عمرش؟ یعنی با همین تحلیلگرو چند سال؟ 5500. 5500 باز زیاد شدگی. انا میدونید که میگوید که نمیدونم، اما میدونید اینم یک علم است. چرا میگوید که من نمیدونم؟ اینم یک علم است. اینم یک یک تامیناشه میدونم نه. باعث افتخارم است که یک مثلا ما در یک سرزمینی هستیم که مثل شهرها و تمدن‌ها بدن که بیش از چندین هزار سال وجود داشتن و این می اهمیت تفکر و اندیشه مردم نشان میدهد که برای مثال 5000 سال پیش مردم اندیشه داشتن، افکار داشتن، شهرسازی کردن و دنبال آموزش گرامی داشتن علم و فرهنگ بدن. بله زنده باشید برادر پنجکندی کل 88. استاد اویدی پنجکند میدونید من خودم نزدیکی پنجکندی چقامت میکنم و که این تحلیلگرو تاریخچی و 5500 سال میگوین این یعنی عصر سنگین نه، این بعد از عصر سنگین نه استاد؟ نه این موضوع این است راستی. وقتی که ما در مورد 5000 بیشتر از اون میگیم، این بگیریم که وقتی که ما میگیم بیشتر در مورد تمدن میگن، یعنی که یگان ساختارها و شهرها یا یگان مرکزهای بدن وجود داشتن و مو خودش جلب میکند که نمیجا که یک مرکز بود، یک ساختمانی بزرگ بود است، در اینجا مردم زندگی میکردن، یعنی مردم در یک جامعه زندگی میکردن و مو خودش نشانه اونی است که زمانی است که مثلا مردم در یک زمانی وحشانیت جامعه بگیریم ابتدایی بدن، ولی در یگان گوشه و کنار دنیا یگان مرکزها بدن، یگان شهرها بدن که دیگه مردم در گرد اونا جمع آمدن یا در اونجا افکار اندیشه را ابراز کردن و بگیریم که دانش حفظ کردن و آبادی کردن.
این به این معنی است. وقتی که ما مثلا میگیم 5500 سال، البته ما 5500 سال پیش تصورمون نیست که در اونجا یک شهر دوشنبه بوده است، میدونی؟ ولی یک مرکز بوده است، یک ساختمانای بوده است و نشانه اون است که مردم در اونجا به هم می آمدن، افکار اندیشه خودشون تبدیل میکردن، می آموختن از یکدیگر، یا یگان امارت‌های را ساختن که بسیار تعجب و حیرت آور است. مثلا مثل که بگیریم پیرامیدای مصر میبینی که در یک بیابان خیلی یک ارکیتکتوری است که مردم هنوز حیران هستند و تا حال نمیفهمند که مثلا چگونه ساخته شده. بله، سپاسگزارم. معمارسازان تاجیک هم خیلی هنرمندای پیش داشتن، مثل همون مصر هم گیم و ممکن که در برابر همون اما گفته که گفتید بسیاری همی شهرهایی را که ما میگوییم، همی شهرهایی را که میگوییم مثلا بلخ میگفتن که مادر شهرها است. بله. و چون که یه مقدر تاریخ قدیم داشتن یا اولین شهرها بودن، اولین تمدن‌ها در اینجا شکل گرفتن و همین خاطر اینا بسیار مقدم هستن. بله بهترین. سلام درود شری نری، نمیدونم کجاگی، زنده و سربلند باشید. مرحمت برادر. درود و سلام به خودتان، به مهمان عزیزتان. امید است که جور و صحت باشید. زنده باشید. من آمدم یک اعضای احترام کنم. می کسایی که در این پایان تحقیر میکنین، اولش به زبان فارسی نوشته کنین، اگر خودتان کدام زبان و کدام چیز که دارین بریم با زبان خودتان نوشته کنین که ما بفهمیم شما دارین. یک افتخارات ما تاجیکا فارسی نمیست که به زبان ما نوشته میکنین گپ میزنین. یک تاقین کلاه هم داشتین در افغانستان از سرتون گرفتنشون، دیگه خلاص هستین. تشکر که بالا آوردین. بسیار برنامه خوب، بسیار برنامه زیبا. ما یک سوال دارم از کاکای گرامیمون عمکمون. مرحبا. همی تاجیکای ما چرا همی پت خزانه که پشتونا تا به امروز میکنن کتاب میارن از اینا، در کل جاهایی که سعی میکنی گپای از اینا پت خزانه از اینا رو مردم تایید میکنه، از تاجیکا را کدام جای کدام کشوری نه کدام کسی تاریخدانی حاضر نشد نشان بده یا به اثبات برسونه که اینمی هست ما تاجیکا بودیم و هستیم و اینقدر تاریخ داریم. اینمی پشتونا اگر هر چی که هستن هم متقلب هستن، پت خزانه هستن. ببینین که یکی به نام بچه نغمه است کتابای جعل تاریخ هم میاره، بارها بار اینمی چیزا را پیش میکنن. از ما تاجیکا کس حاضر نشده و یا هستن نیست. ما اینقدر سالهاست تاریخ داریم میگیم اما کسی کاری نکرده. تشکر برای پرسش. تشکر. من اصلا یک چیز در مورد حالا پیش از پرسش شما هم که افغانستان گفته و مسئله افغانستان افغان هم است، یک چیزی را گفتنیم. اولا می که مردم افغانستان جزوی همون تمدن فرهنگی 1000 ساله ایرانی قدیم هستند. اینا خودشو همون مردمایی بودن که در می فرهنگ سهم دارن و پشتونا هم مثل ما یعنی که تاجیکای ایرانی شرقی هستند. متاسفانه این زمانی بود که انگلیس آمد یک کشور را با نام افغانستان که ما حتی بعضا در تاریخ سرچشمه ها یاد میکنن که بوفرنیزان میگیم، یعنی بگیم یک شهری که بین امپراتوری بریتانیا و بین امپراتوری بریتانیا و روس ایجاد شد و هدف شما می بود که بگیریم یک جای باشد که به هم برخورد نکنن، ولی انگلیس از این خوب استفاده کرد و از پشتونا خواست که ملت به اصطلاح امروزه بگوییم بسازد. ولی مردم خیلی بیچاره تر بودن، در دامنه های کوه های سلیمان بودن و زیاد راستش از این فرهنگ ادبیات تاریخ آگاهی نداشتن، چون بزرگاش که بودن از بین اونا حتما که شخصیت های معروف مشهور بودن، اینا در مثلا شهرهای بزرگ زندگی میکردن و بیشتر دیگر زبان و ادبیات فارسی بود، فارسی میگفتن و با همین خاطر یک بدبختی همی بود که از امو بگیریم که یک جهالت میخواستن که یک دولت بسازن که انگلیس کارش همی بود تفریقه به اندازه دولت داری کن. این همی اصطلاح خودش در انگلیسی از divide and rule policy میگن و اینا با همی واسطه مثلا مردم در جهالت نگاه داشتن و متاسفانه وضعیت افغانستان خرابیش هم همی است که امو تعداد هنوز در قدرت هستند و امو تعداد نمیگذارن که کشور مثل افغانستان که جزوی تمدنی چندین هزار ساله است و شهرهای مقدم مثل بلخ، هرات، کابل که نام بردیم اونجا هستند، امروز دیگر از پیشرفت ترقی باز ماندن و با نمی
وضعیتی که امروز همه ما مشاهده میکنیم. ولی برادر گرامی در مورد تاریخ ما این پوت خزانه همونطوری که خودت میدونی راستش یک مسخره است. این یک بی احترامی به تاریخ است. یک چیزی است که شاید اگر اشتباه نکنم 200 سال پیشی را نوشتن و یک تعداد پشتونا سری کار کردن و هدفش این بود که یک چیزی گویا بسازن که تاریخ چند هزار ساله دارن، ولی زبانشناسا و دانشمندا وقتی که سعی میکنن میبینن که این کتاب از برای مثال 200 سال بیشتر عمر ندارد و این در مورد تاریخی 5000 سال صحبت کرده نمیتواند، چون که کتاب برای مثال 200 سال پیش نوشته شده است و ارزش هم ندارد. راستی این یک جعلی تاریخی است، چیزی که شما میدونید. ولی موضوعی که تاریخ تاجیکا ما راستش که افتخار داریم و واقعا بسیار تاریخی بگیریم پر افتخار داریم از گذشته و شخصیت های بزرگ داریم که ایره تمام جهان میداند، ایره ثابت کردن و زیاد کتاب هم نوشته شدن راستش. ولی موضوعی که ما شروع کردم بیشتر ما یا زیر قنات ایران میریم یا سنترال ایژا میریم یا گاه افغانستان جزوی مثلا آسیای غربی میشود و دیگر آسیای جنوبی و اون زمان بگیریم که همچون تاجیکا بگیریم مرکزیت خودشون گم میکنن. ولی در این زمان شوروی یک تاریخ نویسی بزرگ از تاجیکستان که امروز قهرمان ملی است، بابا جان غفورов، یک تاریخ نوشت که بسیار برجسته بود و بسیار این حرفا و گپایی را که ما الان میگیم انعکاس کرده است. ولی کتاب زمان شوروی بود، محدودیت های زمان و مکان داشت و امروز هم چندین کتاب ها نوشتن کوچکتر. ولی یک کتابی را که ما در مصاحبه اولم با شاه حکیمی صحبت کردیم، یک کتاب آماده کردیم، من به حیث ویرازگرش هستم و کتاب امی سال جاری به نشر میرسد. به زبان انگلیسی است ولی یکی از مکملترین آموزش در مورد تاریخ، هویت، جغرافی تاجیکا است و مو جغرافی که خراسان میگیم زیاد وقت مردم خوب متوجه نمیشوند که یعنی خراسان کجا است و در این کتاب ما میره مشخص کردیم یعنی مرز خراسان در کجا است تا کجا است و بزرگای این تمدن کیا بودن، شهرهای مقدمه کی ساختن، نامای این شهرها که همش ناما بگیریم کلمات فارسی یا ایرانی هستند، زبانهای ایرانی شرقی، ایرانی قدیم هستند و این آموزش همه این چیز در بر میگیرد و دعاگو هستیم که بزودی به نشر برسد و امیم سال جاری و این دیگر دسترسی به همه شما پیشکش میکنیم و بعد از نشر به زبان فارسی و دیگر زبانات ترجمه میشود که همه شما باور دارم که از بهره خواهید برد و میبینید بسیاری پرسش های شما در اونجا جواب هست. سپاسگزارم استاد گرامی. دو سوال دارم. ببینید یکمش که به فکرم کتابی توجیکان به زبان پارسی نه به فکرم هست، ممکن که شاید باشد لیکن ترجمه حتما کردن در کار است و تقسیم کردن در کار است به همین بچه‌ای که تاریخ دوست می‌دارن. و سوال خودم اوزی همین سنترال ایژیا، تاجیکانی خراسان و دیگر چیز گفته. ببینید شما چی فکر دارید امروز روند شکلگیری ملت تاجیک در کدام مرحله هست؟ آیا ما یک ملت کاملا شکل گرفته هستیم یا که حالا هم در حالت ترانسفورماسیا و جستجوی خودمان قرار داریم؟ فکر شخصی خود رو یا که همین فهمیدید به فکرم سوال من رو؟ بله من بیشتر در این مورد با فکرم یک بارگم صحبت داشتم در یک نشست دیگر. وقتی که ما در مورد هویت تاجیکا ببینیم در بگیریم که دور تاریخی و بسیاری تاجیکا و بسیاری دانشمندان بران هستند که بله تاجیکا یک مردم تمدنی هستند که هویت آنها شکل گرفت زمان سامانیان 1100 سال پیش و اون زمانی بود که دولتداری متعددی تاجیکا و شهرهای بزرگ خراسان که در زیر بگیریم کنترل یا تصرف سامانیان بدن
یک تمدن بزرگی را برای جهانیان پیشکش کرد و در اونجا بزرگترین شخصیت ها، دانشمندا، متفکرها که تمام جهان از آنها بگیریم افتخار دارد، مخصوصا فارسی زبان ها، مسلمان ها و بسیاری علومی که امروز حتی بگیریم تکنولوژی جدید برای همه ما امکانات فوق العاده را پیشنهاد کرده است، زیاد بر اون هستند که مثلا بنیادش از بزرگای فرهنگی ماست، یا مثلا الگوریتم از الخوارزمی و ابن سینا و بیرونی و زیاد دانشمندان حتی میگن که اولین یک دانشمند امریکا نوشته است که اولین کشفیات امریکا یعنی قطعه امریکا از جانب بیرونی است و بعدا کریستوفر کولوم زمانی که ترجمه یک چیزی به یک زمان ترنسلیشن موومنت میگفتن به اصطلاح انگلیسی در ادبیات فرهنگ تمدنی در جهان اسلامی که جمع آورده بودن، در بغداد، در الکساندریا، در مصر امروزه و اندلوزیا در اسپان که او زمان هم جزوی امپراتوریای لشکری اسلام بود و این فرهنگ دوباره به اروپا ترجمه شد به زبانهای لاتینی و دیگر زبان یونانی که بعداً باعثی رنسانسی تمدن بگیریم پیشرفت تکنولوژی جهانی اروپا و غرب شد. ولی در مورد تاجیکان چیزی گفتیم، یعنی که یک دولت بزرگ امپراتوری بنیاد شد و زبان ما تشکل یافت، یعنی زبان فارسی معاصر که ما معاصرش میگیم 1100 سال عمر دارد. اولین بار در اونجا در شکل کامل این زبان مثلا از استاد رودکی و دیگر فردوسی و دیگر بزرگا ما شنیدیم که با این زبان ایجاد کردن افکار، اندیشه، شعر، شاعری که در یک سطح بالاترین که هیچ زبان و هیچ ادبیات مثل این ادبیات بزرگا یا در این سطح بگیریم که تناسبیت، نزاکت، زیبایی، گفتار که از اشعار مولانا یا خواجه حافظ یا سعدی و زبان در اون زمان شکل گرفت و این همون زبان است و ما با همین زبان گفتگو میکنیم و شخصیت های بزرگی فرهنگی، مرکزهای فرهنگی که امروز هم افتخار داریم این شهرهایی که از افغانستان یاد کردیم امروز که در تاجیکستان مثلا پنجکند خوجند است، سمرقند، بخارا و خوارزم که اینا مرکزهای تمدنی فرهنگی گذشتگان ما بودن. در اینجا دولتداری یه دقیقه است. خوارزم هم شما گفتید، اینجا یک برادر اهلیدین حامیدов در یوتیوب همین سوال داد، میگوید که به لهجه خودش امی معلم بگین جواب بده خوارزم شاهیان تاجیک بودن یا نه؟ بسیار خوب، با این سوال برمیگرد. من یک دو چیز دیگه مسئله که خود گفتی بگیریم هویت تاجیک شکل گرفت. بله، یعنی که ما 1100 سال پیش من بنیادش و چیزایی که عامل هایی که بسیار مهم بودن برای بگیریم که یک قوم هویت خودش مشخص کند، همه امو عامل ها در زمان سامانیان مهیا شدن، شرایط آفریده شد و در اساس یعنی که همون فاندامنت همون زمان گذاشته شد و بعداً دیگر تاخت تازه و تاریخ که چیزایی که گفتیم دیگر ترک و مغول بسیار خرابی هم در داخل بگیریم به سری ما آمدن و مخصوصا زمانی که با روسا و انگلیس آمدن ما را پارا پارا ساختن، از مرکزهای فرهنگی و تاریخی خود ما را بیگانه ساختن و دیگر زمانی شوروی یک بدبختی دیگر این بود که روسا نه تنها زبان فارسی را محدود کردند، نه تنها ما را از مرکزهای فرهنگیمو بیگانه کردند، این زبان فارسی ناب، زبان فلسفه، زبان ابن سینا، زبان حافظ مولانا را یک زبانی کوچگی ساختند. گفتن که این زبان بسیار یک زبانی در سطح بالا است، زبانی الیت است، زبانی تمدنی است و برای ما سراسر مردم با سواد باید بکنانیم. با سواد یعنی خط سواد پیدا کنن، نوشتن یاد بگیرن و برای این اون زبان به درد نمیخوره و زبان باید یک زبانی کوچگی، یک زبانی دهقان، کارگر، ایگپا و زبانی ما را بسیار خراب کردن. بسیار اصطلاحات و ترمینای زبانی روسی و زبانهای اروپایی را اجباراً در زبان ما وارد کردن که ما را محدودیت هایی که امروز ما داریم، مثلا تاجیکای تاجیکستان یا ازبکستان زیاد وقت یک ذره مشکلی یا بگیریم بیان افکار خودمون به طرز آزاد، به طرزی که دل ما میخواد نمیتوانیم، چون که ترکیب لغوی ما خیلی محدود است و مثلا یک نفر از افغانستان یا ایران خیلی راحت صحبت میکند
این بود در این مورد. و موضوع دیگر اینه که یک ذره امروز دوباره بگیریم که می جهانی شوی، جهان فرهنگی دیگر، جهانی بزرگتر، غربیا یا این چیزی گفتیم زبان انگلیسی و فرهنگ انگلیسی، همه اینا به سر ما بسیار بدبختی ها را آورده استند، چون که ما محدودیت های زمان و مکان یک ذره عقب ماندیم از پیشرفت تکنولوژی و همه این تکنولوژی و همه زبان دیگر افاده به سر ما از خارج وارد می شود و فرهنگ ما را یک ذره بگیریم بیچاره تر می سازد. ولی دیگر بر عهده هر یکی ما از هر یک فرد که ما باید مبارزه کنیم و زبان و فرهنگ ادبیات خودمون را معرفی کنیم، حفظ کنیم تا که در جهانی شوی ما نابود نشویم. اکنون برمیگردیم به سوال برادر که گفتی خوارزمشاه. درست، خوارزمشاه تاجیک نبودن، اونا ترک تبار بودن. خوارزمشاهی ها یک امپراتوری بزرگی بودن که بعد از سلجوقیان بیشتر در این سرزمین دامن افراختن و سلجوقیان از بین بردن و در اونجا هم دولت غوریان که گفتم امپراتوری بسیار بزرگ بود و غوریان هم خوارزمیان شکست دادن، ضعیفشو ساختن، ولی همون باقی مانده منطقه کوهستان در دستشو بود هنوز. ولی بعد از خوارزمیان به زودی چنگیزیان آمدن و چنگیزیان که آمدن همه ای را نابود ساختن. موردی خوارزم، با سوالی برادر یک چیز میگم، حتی می تیمور ملیک که ما میدونیم که در خوجند قهرمانی ها کرده، با مغولا جنگید. تیمور ملیک خودش از خاندان خوارزمیا بود، یعنی که از خیشتبارای منا بود که حاکم یا والی ولایت خوجند بود یا شهر خوجند. ولی مردم ایرانی تبارا بودن، همونطوری که مثلا امروز در زیاد قسمت‌های ازبکستان، قسمت‌ها که برادری دیگر هم از افغانستان گفت، مثلا این فقط سمرقند بخارا نیست، تاشکند است، این در سرخندریا است، قشقدریا است، فرغانه است. و خوارزم زبانی مخصوصی خودشون، زبانی ایرانی شرقی داشتن که ما او را یاد میکنیم زبان خوارزمی. ولی متاسفانه از زمانی خوارزم شاهیان، اون زمان هم بیشتر مردم تاجیک یا ایرانی تبارا بودن. ولی جنگ اساسی هم که با خوارزم شاهیا بود بین مغولا چنگیز خان و بسیار قتل عام کردن در امی شهرها. در اونجا همینطور شهرهای بودن که اصلا دیگر هیچ مردم باقی نماند. حتی روایت هاست که سگا و گربه ها را هم کشتن و او وقت بود که دیگر گیریم که بالانسی ما از بین رفت. و تاریخ نگارا برون هستند که در جنگای چنگیزیان در امی سرزمینی که با نام خراسان است و حالا یک قسمی زیادش هم آسیای میانه است، از 3-2 حصه مردم کشته شد که اینا ایرانی تبارا بودن. و همین زمانی بود که بگیم بالانسی ما خراب شد، بالانسی ما برهم خورد، چون در شهرهای بزرگ مردمای ما مقاومت کردن، واقعا جنگیدن و نسل کشی شدن. از جمله خوجند یکی از بهترین نمونه هاست. زنده باشید. تشکر زیاد. بچه‌ها یک چیز داخلتون میکنم، انتظار شوید. اوید خراسانشاهی خیلی درست قید کردید. خب این بو موضوع بزرگتر است، بو برمیگردیم انشالله. اینجا باروخ پرشان. سلام علیکم برادر، مرحمت. خوبید؟ درود یزدان ستارک به همگی، امید که شاد خورم باشید. من از استاد بزرگوار یک پرسش کوتاه دارم. استاد بزرگوار، طبق مطالعات ابتدایی که در باب تاریخ خودم داشتیم، در منابع تاریخی فارسی ما همیشه فارس و تاجیک معادل یکدیگر آمدن، چون سندایی که باقی مانده در دوران صفوی، در دوران خود قاجار و سندهای قبلتر از او در زمان تیموریان و کسان دیگه که بودن در اینجا، ما پرسش ما دقیق در اینجاست که به حوزه غرب افغانستان جعلی که ساخته شد در اینجا، ما اگر در شمال و شرق با تاجیکستان هستیم، هر دو طرف دریای آمو خود را تاجیک میگن. ما سندایی که حتی از زمین خانه‌ای که ما داریم یا سندایی که از پدر بزرگای ما ماندن، در اوایل حکومت ظاهرشاه، یعنی قبل از ظاهرشاه 80 سال قبل، در تمامش فارس نوشته است. یا تا امروز در مناطق ما در هر گوشه به ما پارسیان میگن، ما به اونا اوغان میگیم یا افغان میگیم. به نام پارسیان تا امروز در زبان عام مردم به ما پارسیان میگن. سوال ما اینجاست استاد بزرگوار که در حوزه غربی سیستان، بلوچستان ایران که با فرا، نیمروز و خود هرات مرز داریم، امین مرز دیواری که کشیده این 1 متر هم نیستن. شما ببینید که از بین دهکرده های ما گذشته این دیوار، عموزاده های ما اون طرف مرز باقی ماندن. از این دیواری که
50 سانتی ارزش است. امروز اونا خود فارس میگن و چون از یک پدر بزرگ هستیم از صدها دهکده این دیوار گذشته. این طرف دیوار 50 سانت ما خود تاجیک میگیم. اینجا چی موضوعی وجود داشت که نام فارس از تاجیک جدا کنند؟ چون در طول تاریخ نامهایی که ما بودیم، دهگان، آزادگان، ایرانی، فارس، پارسیان، تمامش این نامهای یک تبار یک ملت است. اینجا چی صورت گرفت استاد بزرگوار؟ بسیار تشکر از پرسش شما. بسیار یک با موضوع دردناک هم است واقعا و من شاید که یک بخش سوالی او برادر قبلی هم که سوال کردن از افغانستان مورد زبان فارسی و دری و تاجیکی فراموش شد، از یادم رفت، ولی خوب حالا به مورد است که سری موضوع هم صحبت کنیم. واقعیتی از برادر بزرگوار که اینجا چی حادثه افتاد. همونطوری که گفتم امی خراسان و یک پژوهشی که ما کردیم مورد خراسان، اولا می که مرز خراسان کجا است و مرز خراسان که ما تهیه میکنیم، این برای مثال امی پاکستان امروزه که است، امی دریای سیند یا هندو که میگن امی مرز ایران قدیم و هند قدیم بود. یعنی که قسمتی دیگر غربی پاکستان که اونجا بلوچی هستند، سواتی هستند، هنزا است، گیلگیت است، چترال است، همه اینا مردمای ایرانی تبار هستند و با زبانهای ایرانی صحبت میکنند. یعنی هم قوم و هم تبارای ما هستند. و همینطور دیگه در قسم چین است، در اونجا خلتن است، یک شهری بسیار مقدم است که در ادبیات فارسی و حتی بیدیل یک شعری اولین که گفته بود مثل می بود که یارم هرگاه که از خلتن میآید، یک چیزی بود. و اونجا تاشقرغان است و قسمتی قرغیزستان امروزه 70%، یک قسمتی 20% جنوبی قزاقستان و دیگر افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قسمتی خراسان ایران بزرگتر از خراسان کوچکی که امروز در ایران است. این بود خراسان بزرگ که حالا این در کتابی که قبلا هم ذکر کردیم به نشر میرسد و در اونجا مکمل به همه پرسش‌ها و نافهمی‌ها پاسخ خواهد گفت. و مورد فارس تاجیک گفتنم، ببین برادر عزیز، موضوع این است که در گذشته زیاد برون هستند و در خود ما کتابم یک مقاله در مورد مفهوم تاجیک است که یعنی مفهوم تاجیک از کجا سرچشمه میگیرد، پیدا میشود. نظریه ها مختلف هستند، بسیار بحث طولانی هم است، اما یک نظریه که خیلی مقدم است در میان برون است که در این سرزمین وقتی که مردم اسلام آمد مسلمان می شدن، بیشتر دیگر امی مفهومی گویا تاجیک و بعضی برون هستند که اینا زردشتی بودن که مسلمان می شدن و بعضی دیگر برون هستند که این یک اصطلاحاتی که تاجیان در متون اوستایی بوده است و اشاره به اونا است، ولی این بحث جداگانه است. به هر حال امی مفهومی تاجیک به همه سرزمین ایران هم متعلق بود. و برای مثال میگم، ببین سعدی شیرازی میگیم، شیراز یعنی که یک قسمتی جنوب غربی ایران است، همونطور است. و سعدی میگه که شاید که به پادشاه بگویند ترکی تو بریخت خونی تاجیک، یعنی سعدی در شیراز است ولی تاجیک میگه چون ترک تاجیک هم میکشت. و مولانا جلال الدین بلخی که در روم بود، روم یعنی ترکیه امروزه، چون اون زمانی که از اینجا رفت 7 سال داشت، یعنی شعر هم نمیگفت. زمانی که 38-40 سال داشت به شاعری در زیر اثر شمس تبریزی به شعر گفتن شروع کرد و در شعرش میگه که ترکی کن و گرگی نه تاجیکی و نرمی، همینطوری یک گپای داره. یعنی که در ترکیه امروزه مولانا جلال الدین تاجیک میگفت اینا را. و زیاد ما اشاره ها داریم، کتاب ریچارد فالس هم که است در مورد تاجیکا که ایرانیای شرقی میگه که در نزدیکی علموت یک جا که رفتیم دامن کوه ها، گفت مردمایی را میدیدیم که در یک بلندی بودن و از این همسفراش که از مردم ایران بودن، یکیش از این دانشمندا بود، اگر اشتباه نکنم یاشتری است، یکی از بنیادگذارانی فرهنگستانی ایرانی که. و از او پرسیدم، گفت که اینا تاجیکا هستند، یعنی مردمایی که در دامن کوههای در علموت که به تهران نزدیک است و قزوین. و گفت که
اونا مردم ها تاجیک هستن چون به زبانهای ایرانی قدیم صحبت میکنن و بعضی هم برون هستن که هنوز آیین زردشتی را حفظ کردن ولی از ترس خودشون مسلمان وانمود میکنن. و چند نفر از دوستا و دانشمندای ایرانی هم که صحبت کردن گفتن که هنوز در شیراز در دامنه کوهها بیرون از شهر بیشتر مردم تاجیک میگن که یک تعداد با بگیم یک فرهنگ گذشته خود هنوز تجربه میکنند زندگی دارن. و موضوع فارس شدن اینا مخصوصا در قرن 20 زمانی که سلاله پهلویان اساسا غربی آوردن به قدرت و سلاله پهلویان آوردن چون این غربیان مثل که امروز نمی جنگ علیه ایران است از جانب امریکا و اسرائیل و او زمان بیشتر انگلیس دست داشت و دیگه کشورهای اروپایی با نام این دچ میگن یا هلند که میگن این کشورها بودن و اینا سلاله پهلوی‌ها را آوردن و خواستن که اینا را مطیع خود بسازن تا که غنای گاز نفت ایران را بکشن و دیگر در اونجا یک نشنالیزمی به طرزی بگیریم سنوی یک نشنالیزمی را به وجود آوردن و از اون به بعد دیگر سلاله پهلوی‌ها این نام ایران ورنه تا او زمان پرژ میگفتن و او زمان نام ایران به وجود آوردن و او مردم دیگه شدن ایرانی. یعنی که می هویت ایرانی در ایرانی معاصر گرچند ایران نامی خیلی قدیم است ولی نمی هویت جدیدی است که در سال 1934 یا 35 اگر اشتباه نکنم نمی هویت دیگر ایجاد کردن به سر مردم ایران اجباراً بار کردن ورنه می مفهومی تاجیک واژه تاجیک به همه سرزمینم گسترش داشت به همه متعلق بود. و همینطور دیگر مسئله پاکستان هم بگم شما افغانستان گفته که بیشک ولی در پاکستان امی پژوهشی که من انجام دادم و یک چند مقاله از داخل پاکستان 5 مقاله از در کتاب و بچهای سواتی هم گفتن زمانی که اینا را جزو پاکستان کردن و مردم هم میگفتن که باید شناسنامه داشته باشه و مردم نمیدانستن شناسنامه چی است. اینا برای که ما تولد شده این چیزا را میبینیم در کشورها میفهمیم ولی در گذشته مردم ها و بابایای ما و پدر بزرگای ما نمیدانستن و وقتی که در پاکستان که سواتی ها را میگفتن که باید شهادت نامه داشته باشه شناسنامه و در شناسنامه باید که نام فامیلی تو باشه. یعنی نام فامیلی چی؟ برای مثال میگفتن که یک پدر بزرگ تو چی نام داشت و گفت تعداد 5000 آدم آمدند رجیستر کردن تاجیک برای مثال حکیم تاجیک، فضل تاجیک، رحیم تاجیک و بعد از 5000 گفتن که بس از همه مردم تاجیک بودن نمیتواند. اینا گفتن که پدر بزرگام میگفتن که ما تاجیک هستیم گرچند خودشون با زبانهای ایرانی شرقی صحبت میکردن مثلا زبانهای شغنی و وخی و زبانی پشتوی زبانها ولی خودشون تاجیک میگفتن و اونا تاجیک منشتن. یعنی که این مرزا را که ایجاد کردن این هویت ها را محدود ساختن و مردم دیگر خواستن بیچاره کنن تو ایرانی، تو تاجیک، تو ازبک و تو پاکستانی و افغان. سپاسگزارم زنده و سربلند باشید. همین شغنانی و دیگر چیزایی گفتید. اینجا یک سوال است که 10 بار سوال دادن. درست است که مردم درواز و ونج از دهبدی سمرقند آمدند یا این که یکی از شاخه اهل پامیر بود و با رفت زمان تاجیک زبان شدند؟ درست هست ولی سوال یک ذره مشکلی منطقی داره. برای که ما کوشش میکنیم راستی موضوع می است که زبان فارسی است زبان تاجیکی نیست یعنی زبان با نام تاجیکی وجود نداشته است. این با همون سوال برادر ببخش من رو فراموش کردم. زبان فارسی به در سرزمین در کل سرزمین همون چیزی که گفتیم از ایران تا آسیای میانه تا هند تا بالکان این زبان نامش فارسی است. زبان یعنی که مثل نام مادری ما است و نام مادری ما فارسی بود و یک بیگانه آمد روس در تاجیکستان گفت زبان شما تاجیکی است یعنی نام مادری ما را تبدیل داد. و در افغانستان چیزی که گفته خوب گفتی این اصلا شورش از زمانی ظاهرشاه نیست. این شورش خیلی قدیم تر است. محمود طرزی یک فاشیست قوم پرست بود که در ترکیه عثمانی زندگی میکرد و حتی خانمش هم از سوریه بود و زمان آمد در افغانستان زمان عبدالرحمن خان پسرای عبدالرحمن خان و دیگر نمی زمانی بود که امان الله خان اگر اشتباه نکنم نمی زمانی بود که دیگر ترغیب میکرد که از این ملت افغان بسازه و خودش حتی
پشتو را یاد نداشت، شعر به فارسی میگفت، ولی ترغیب میکرد که زبان افغان ملت را بآموزه، زبان افغانی را بآموزه که این زبان این سرزمین است. و اون زمان شروع شد و در سال 1964 در قانون اساسی افغانستان نام فارسی را به دری تبدیل دادند. هدف شامی بود که یعنی که با ایران، با مثلا تاجیکستان یا کشورهای سمیانه دیگر ما ریشه ها را ببرن، یک قوم با نام افغان با وجود بیارن و همه مردم افغانستان، چی تاجیک است، چی دیگر هزاره است، ازبک است، ترکمن است، دیگر اقوام، همه از اونا بگیرن افغان بسازن. و نمی جنجال تا به امروز است و طالبا خودشو ادامه نمو قوم افغان پرستی محمود طرزی و رهبرای پشتو تبار افغانستان هستند. دیگه برگردیم در تاجیکستان هم در سال 1936 نامی زبان فارسی را تاجیکی کردند. نباشد تا این زمان فارسی است و بزرگای ما اساسگزارای دولتی تاجیک اینا فارسی میگفتن و بعدن. ولی به سوال شما برگردیم دوستی ما که پرسید در مورد درواز. درست، ببین اینطور است که همین مهاجرت در همه دور زمان بوده است. مردم از هر جا مهاجرت میکردن. برای مثال از درواز میرفتن به شمال پاکستان، از اونجا میرفتن به بخارا، یک تعداد از بخارا یا سمرقند یا دیگر منطقه های مثلا کشمیر اینجا می آمدن. این همیشه بوده است، مثل که امروز ما خود مشاهد هستیم در کل جهان هستیم. اما موضوع این است که درست فرمودن زبان در درواز ونجم که است و گذشته اینا زبانهای قدیم ایرانی شبیه زبانهای وخی و شغنانی و یزغلامی که است. و حتی امی اندریف یک پژوهشگر روس که در ابتدای عصر 20 آمد به این سرزمینی به نام بدخشان ما، و او میگه که در ونج که رفتم یک مرد را دیدم شاید از 70 سال بیشتر عمر داشت و او میگفت که ما با یک زبان دیگه صحبت میکردیم. زمانی که گفت از مادرم تولد شدم 12 سال داشتم، ما با یک زبان دیگر صحبت میکردیم، ولی در می زمانی در قید حیات بدنی من زبان تغییر کرد و زبانی فارسی که ما حالا صحبت میکنیم این زبان در اینجا دامنه یافت. و گفت که یعنی که زبان در حیات یک آدم حتی تغییر میکنه، در بین یک نسل زبان از بین میروه. و اندری وای ستراوانسکی یزیک نام کرده بود، یعنی که زبانی ونجی قدیم. و او مرد با فکرم 10-15 کلمه را یاد داشت از زبان قدیم که اندریف نوشته بود. و درواز هم همینطوری دیگر است، ولی شاید که یک ذره زودتر شروع شد در اینجا زبانی فارسی، چون امیر نشین بده، دیگر جای میرا بدن، شاه ها بدن، رابطه شهر که میشه دیگر رابطه زیاد میشد، زبانی فارسی در اونجا گسترش میافت و همینطوری. و زبان فارسی است. متاسفانه وقتی که ما تاجیک میگیم زبان، بدبختی این است که رهگمی و مشکلی بیشتر برای ما پیدا می شود و ناروشنی و نامعینی. ورنه این زبان فارسی بود. بله درست است، سوال شو با مورد است. و در گذشته زبانهای ما هم زبانهای ایرانی شرقی بودن، مثل که زبانی باختری فرق میکرد، زبانی سغدی فرق میکرد، یعنی زبانهای ایرانی شرقی بودن و بالاخره زبانی فارسی معاصر آمده در اینجا گسترش یافت، دامنه یافت و او زبانها به فراموشی رسیدن. فقط اون زبانهای باقی ماندن که ایرانی شرقی که بیشتر مردم در دامنه کوه هستند، جاهای دوردست نارس از مرکزها، مردم توانستن اون زبان را حفظ کنن که این یک گنجینه بی‌بهای است که ما از افتخار داریم و هنوز حفظ میکنیم برای آموزش من بعد تاریخ گذشتگان خویش. زنده باشید. تشکر زیاد. بهترین یک چیز است که این ونجو در اون طرفی اموداریو نه تنها ونجو نه، همین توجیکانی اون طرفی امو این طرفی امو انا خیشی تبوری خیلی زیاده داشتن. امروز است که ممکن که نه اونقدر با دیگر علاقه زیادی داشته باشن، لیکن مثل ما هست. مثلا چخلی که ما گفته منم از نزدیکی پنجکل هستم، من خیشی تبور زیادی دارم از سمرقند و تو که همون مرسو بند بدن، همون اسلام کریم ویبکی بود مرسو بند بدن، ما نمیدونستیم که در اون طرفی مرز ما خیشی تبور داریم. و که مرزوی که شدن، مرزوی اومد مرزوی که شدن، انا خیشی تبور یعنی پدران و باباوان و بیبیان ما رو آگاه کردن که میریم با سمرقند، یکی آنها با همسایگی یعنی همسایگی مهمونی پیش ما میمیان. پس ما سون بدودیم که یعنی همون خیشی تبور. بعد ما معلومات میگرفتیم که اون طرف هم ما خیشی تبور داریم. و ببینید که چگونه این مرزکشی، همین چه شما گفتید که در سیچوانی خیتو، یعنی اون طرف این طرف افغانستان، این طرف تاجیکستان، همین
бинин як мардума аз ҳама ҷо тақсим карданд ва инам як зарбаи сахт ба мо буд. хуб ба ҳар ҳол сипосгузорам. ҳамза бародар омадааст. салом дуруд бародар, марҳамат. салому дуруд ба бародаро, салому дуруд ба шумо ва ба устоди муҳтарам. хеле шод ҳастам. аз استاد میناداری بیان میکنن که خیلی معلومات مهم، معلومات مفصل و چیزای لازمه رو با ما چیکار کردن، وعده خود رو دریغ نداشته با ما ارائه کردن این سخنان رو. منم با استاد یک سوال دارم. یعنی هر اون امپریایی که در روسیه میونا، یعنی در سرزمین های ما تشکیل میشد، یعنی باروهای همون باریزه های شدید تشکیل میشد، هرچند که ما از اون جبر و ظلم بیشتر میدیدیم، ولی امروز یعنی این زمان ما جبر ایدئولوژیش رو کشیده ایستادیم. یعنی جبر ایدئولوژی، جبر ذهنیتیش برای ما خیلی سنگین افتاده است. برای که مثلا شهرها رو ما بنیاد کردیم، ما بعضی چیزا رو دوباره ساختیم، نه که ذهنهای ما هنوز هم چیه زخمی است. اون چیزی که با ما گذاشتن، مثلا 100 سال پیش وقتی که همین ایدئولوژی پانتورکیزم وارد روسیه میونه شد، بزرگترین ضربه را با تاریخ و فرهنگ ما زدن که امروز هم همین جریان های ادامه دارم. و استاد محترم، من از شما سوال کردنی هستم که امروز یعنی این زمان از جمله جوانان ما زیر کدام ایدئولوژی گرفتار شدن و از اون جبر میبینن، ولی اون رو با خوبی قبول کرده. حتی ما بر ضد ارزش‌های خود با چیکار میکنیم؟ روی راست مبارزه میکنیم، جنگ اعلان میکنیم. حالا که اگر ما زیر اون رو جستجو کنیم، یعنی با جستجوی اون برویم، در اصل اون برنامه سازی شده است. حتی این مبارزه ها به دست خودی هستند، حتی به دست نفرانی هستند که گویا که هویت تاجیکی داره، یعنی چهره تاجیکی هست و به دست همین خودی ها دیگران برنامه ها را با شکل های گوناگون یا با شکل های مثلا دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دیگر ها در داخل کشور و بیرون از آن با ما چیکار میکنن؟ تحمیل کرده استدن. بله متاسفانه ما هنوز هم بیدار نشدیم و امروز هم یعنی از همون آگاهیایی که 100 سال پیش بزرگان ما رو آگاه کرده بودن که ما باید خودمون رو احتیاط کنیم از همین تمایلات های بد، ولی ما هنوز به خود ناآمدیم. نه بسیار خوب، بسیار سوالی به مورد و راستی دردناک هم بگم. یک سوالی است که اما قدر که ما را پاره ساختن حرفایی که خودت گفتی و در این وضعیت فعلی که امروز قرار داریم، با اینم ما را بگیریم آرام نمیگذارن. و من با سوال شما اول میخوام یک ذره در مورد پانتورکیزم هم بگم و بعد برگردم به این موضوع مبرم امروزه. پانتورکیزم متاسفانه از ترکیه شروع شد، مخصوصا زمانی دیگر ترکیه که اون زمان ترکیه عثمانی بود، یعنی پیش از جنگ اول جهان بود، چون خودش به اروپا خیلی نزدیک از دیدگاه جغرافی رابطش نزدیک بود و همین نشنالیزم که ما میگیم ناسیونالیسم، اینا در مکاتب اروپایی شکل می گرفتن، در اینجا می آموختن و دیگر مثلا گریم ناسیونالیسمی آلمان خیلی مشهور است که یک شکلی بسیار فاشیستی است و دیگر از فرانسه بود، از انگلیس بود و دیگر قومایی که در اینجا زندگی میکردن و ترک‌ها از اونجا میگرفتن و متاسفانه روس هم که رابطهشون نزدیک بود با اروپا، یعنی که از دانشگاه ها و رابطه دیپلماسی داشتن، بسیار میآموختن. در دانشگاه های روسیه هم این موضوع مطرح میشد و در روسیه تاتارا که خودشو ترک تبار مسلمان بدن، اینا با الیت روسیه بسیار نزدیک بدن، اینا اولین بدن که آگاهی پیدا میکردن و در مکاتب روسیه میخواندن و زمانی که روسیه امپراتوری روسیه به سرزمین ما دامنه افکند، همراه اینا تاتارا بودن
و تاتارا میگفتن که ما این سرزمین میدانیم، ما این مردم میشناسیم، این یک زبان است، یک فرهنگ است، یعنی همه ترک هستند و همه مسلمان هستند که دروغی محض بود. و به همین خاطر وقتی روسا هم که آمدن نام آسیا میانه اول ترکستان بود، گنرال گوبرناتوری ترکستان که در تاشکند بود و دیگر این همه را ترکستان گفتن. حالا یک چیزی که بسیار ترکا هم از با افتخار بگیریم نام میبرن، یا اردوغان امروز دیوانگی میکند که این سرزمین ترکستان نام ببره و موضوعی بود که این روسا آمدن ترکستان نام کردن، ورنه نامش خراسان بود. ترکستانی طوری چیزا نداشتن در گذشته. یک منطقه کوچکی در قزاقستان، یک شهر قبلا هم گفتیم که اون شهری سوغدایین بود، اونجا ترکستان یک شهر نام کردن ولی این سرزمین ترکستان نبود. و ایدئولوژی پن ترکیسم همینطوری وارد شد که زیاد وقت ما را بگیریم که غافلگیر کرد. مثلا زیاد روشن فکرای ما که مردمای اهل فهم ادبیات بدن در بخارا و سمرقند تاشکند، این پن ترکیستا روشن واضح نمیگفتن. خیلی که میدونی امروز مبارزه کی است، یعنی نمیگه که من سلفی هستم، خودش بگیم که یک مسلمانی مقرری معرفی میکنه ولی هدفش یک چیزی بدتر است که زیان وارد کنه. و پن ترکستان هم این کار کردن. اونا هم که در اینجا آمدن در این سرزمین با دوایی که ما میخواهیم که در ساختاری معارف تبدیلات بشود، جدیدا بدن، آموزش بشود، علمهای دیگر دقیق آموخته شوند در مدرسه ها بجای مثلا یا در پهلوی فقه مذهبی و گپا. و بعد ترغیب بیشتری بگیریم که عقاید پن ترکیس بود و زیاد روشنفکرای تاجیک هم در اینجا بگیریم که به دام اینا افتادن و حتی پشتیبانی کردن که یک ترکستانی بزرگ باشد، یا بعدا در ازبکستان هم که تاجیکستان خواستن شامل کردن. این یک راهی بود که بگیریم اینا به دام افتادن و دیر آگاه شدن، ولی به هر حال خیر آگاه شدن و امروز ما تاجیکستانی امروز هم نصیب مگردید. و موضوعی که امروز بسیار داغدار است برادری عزیز، نمی حرکت های مذهبی هستند، جهانی شوی است، طالبی است. اینا بدترین بگیریم که ایدئولوژی است که در کل در مو سرزمینی که ما هستیم، از تاجیکستان تا آسیای میانه و افغانستان و پاکستان، همه مسلمان هستند. با کدام مسلمانی دیگر بوده است؟ یعنی سلفی چی است؟ وهابی چی است؟ و اینا یک ایدئولوژی بیگانه هستند که گپی که خودت گفتی مغزشویی میکنن جوانای ما را که یعنی تاجیکیت ما اهمیت ندارد، و تاریخ تاجیک پیش از اسلام هیچی نیست و کفر است. و اینا من از آدمای بسیار خوانده و دیده و در زیاد بحثام بدیم، بسیار جنجالی هم هستند، مردمای یک ذره بی‌صبر هم هستند و اینا میخوان که همین تاریخی 5000 ساله ما را هیچ بگیریم که همینطور به باد بتین، به خاطری که نمی تاریخ 1400 سال اسلام شو گسترش بیاورده و اسلام بزرگ است و فرهنگی این است و فرهنگی عربی بادنشین میخوان که بیارند فرهنگی که یک جوهریت تمدنی جهان است او را از بین ببرند. و جوانای ما که کم آموخته هستند، تجربه زیاد ندارند در حیات، زیاد وقت به همین دام میافتند. و سوال اول اینه که حکیم شما مطرح کرده و او برادرم پرسید، همین بود که برای چی تاریخ ضرور است؟ دانستن تاریخ محض بگیریم نمی است که از نمی شمال، از نمی بادهایی که می آیند بگیریم مردم گمراه میکنن، راههای ما را بگیریم که با قم میپوشانند، نمی را روشن کند که ما بدانیم که راه ما به کجا است. یعنی که یک گمراهی بگیریم طالبی یا سلفی یا وهابی ما را از راه مو گم نسازد. مسلمان هستی، مسلمانی خودت است، در قلبت است، دیگه به خدای خودت اعتقادت. ولی چرا تو بیای از این سیاسی بکنی، از این یک سیاست ها و یک بازی های بزرگتر ایجاد کنی در سرزمین ما؟ دیگرش گلوبالیزاسی است. گلوبالیزاسی که نمی جهانی شویه که ما میگیم، نمی فرهنگ غربی است، تکنولوژی غربی است که همش بد نیست، ولی متاسفانه اینطور است که ما باید که تاریخ، تمدن، افکار، اندیشه گذشته خودمون بدانیم تا که ایرم با مو بگیریم که ابزار کنیم، یعنی که ایرم بگیریم که با مو فرهنگ خودمون موافق کنیم، مطابق کنیم، نه اینکه مثلا کپی کنیم. یعنی برداشتی کورکورانه باعث گمشوی تاریخ، تمدن، افکار، اندیشه و هویتی قومی ما است. یعنی اون چیزی که بتوانیم که با فرهنگ خودمون مطابق کنیم، اون زمان ما میتوانیم نجات یافتن. ورنه این جنبش‌های هستند، این ایدئولوژی‌های هستند که قوم‌های بیچاره‌تر، ضعیف‌تر نابود می‌سازند. و دانستن تاریخ و تشویق ما برای جوانان که بآموزند تاریخشون، فقط تاریخ نیست، فرهنگ است، ادبیات است، اون میراث ادبی و
فلسفی که از گذشتگان است. اونا رو باموزید تا که استوار باشید در راه مبارزه خیش. سپاسگزارم بچه‌ها. انتظار شاید من یک دعوت میکنم. استاد گرامی، اویدی شمال گفتید، اویدی تاریخ گفتید که ما باید دونیم و اویدی وهابیو ببینید. من دیودم نه سالی چند بود، لیکن یک کتاب خونده بودم در یک همین که در دهات بودیم، فتنة الوهابیه. یک کتابی من مثلا حاضر نوشتم در اون وقت که در یادم بود که یکی علمای دینی همون سعودیه بودن. یک در جمع حاضر نویفتم کی نوشتگی است. فتنة الوهابیه یکی از علم دین احمد ابن زین دهلان که سال 1816-86 زندگی کردگی هست و شیخ الاسلام مکه بودگی است و کتاب نوشتگی است اویدی همین وهابیون نوشتگی است و در اونجا قید کردگی است که پدر همو ابن عبدالوهاب اویدی فرزندش و پدرش و اکاش با فکر میکنم که دودرش باشه اویدی همین خودی وهابی همون محمد ابن عبدالوهاب گپ زدگی است و خیلی چیزای خوب گفتگی بود. از همان روز باور کنید من این موضوع کم این طرف اون طرف میدیدم، لیکن چه شما گفتید اینمی کتابا، اینمی تاریخ است که مفهمیدیم. اینمی فتنة الوهابیه که نوشتگی است یعنی شیخ الاسلامی همون مکه نوشتگی است. این یک قوه است برای ما که ما همین خونه ما همون شمال ما را نشکند که تاجیکستان اومدن همون سلفی ها می اومدن گرد میکردن ما سلفی بعد می اومدن ما طاغوت پرستین برزید طاغوت بجنگین با جنگ دعوت میکردن. فهمید تو کجا با مایدوی سری آدموی خیلی ویرون کده همه را جزیر میکردن و تو حال اوزی یک چند تا سوال اوید ایران مرا پرسیدن میگن که در ایران بر ضد دین میجنگن امریکایی که بر ضد فارس ها. خب من اولش که یک دو سه تا ویدیونا رو با فیلم کرده بودم که یکی در همون خودشون میبرن میگه که همون یکی مسیحی و برآمده است یک کتابشون بیبلیا خونده است میگه که این فارس ها تصمیم گرفتن که مردمی یوریو یعنی همین یهودای از بین برن. فارس ها گفت نه ایرانی ها، فارس ها گفت. با من خیلی چیز گفتم که این چی گفته است این برزیدی کلی فارس ها جنگیده استن و البته همین است دیگه نه برزیدی ما جنگیده است. خب به هر حال اینجا داده یک خانوم با فکرم اکای عبدال انتظار شاید ببخشید دل آرام آمدن خیلی خوب میشد که زنان و بانوانمون با فرهنگ با عزت تاریخ شناس و لیاقتمند شوند که فرزندان آنها همین گونه شوند. بله مرحمت دل آرام. سلام درود بر شما. زنده باشید. مرحمت. امیدوارم که تندرست و خوب باشین همیشه. شما هم نیست. من از ایران غربی هستم، ایران کنونی، و بزرگترین آرمان من و بزرگترین آرزوی حتی ما ایرانی‌های غربی این است که نه فقط فارسی زبانان یعنی ما تاجیکان ولی کل ایرانی تباران یک کشور بشیم به نام ایران شهر یا ایران بزرگ. این بزرگترین آرزوی من و ایرانی‌های غربی هسته. زنده باشید. بسیار عالی. یگان سوال داشتید؟ یگان چیز داشتید خانم نه دلارام؟ فقط خواستم بگم که درست این برادرمون آقا داغی برگشت گفتش که همون روسا همون شوروی بوده که نام خراسان بزرگ و ترکستان گذاشتن و میخوام بگم که همین ترکمن و ازبک و قرقیز و قزاق و اویغور و هزاره که حالا نمیخوام نژاد پرستی نمیکنم خدایی ولی مغول که حسن زن نژادی به ما ایرانیان در خراسان بزرگ در ایران شهر نسل‌کشی کرده بودن. واسه اینه که الان باید تاجیکان می بودن اونجا، ایرانیای تاجیکان تو کل آسیای مرکزی و قسمت‌های چین. درست است. دقیق. تشکر. واقعیت می است که چیزی که دیگر تاریخ است متاسفانه دیگر تغییر داده نمیشه. خوب است که بدانیم
که چی حرفا و چی گپا گذاشتن. همونطور که میدونی قسمت قفقاز امروز هم که از آذربایجان و ارمنستان اینا جزو امپراتوری ایران بودن همیشه و یک بزرگی تمدن ایرانی بود که اینا به خاطر بگیم برتری با هم نه ولی طبیعتی تمدن ایرانی امی بود که از گذشته زیاد برای مردم بگیریم که ظلم وارد نمیکرد، تعقیب نمیکرد، زبان و فرهنگی مردم اعتقادی مذهبیشو حفظ میشد. گرچنده که برای مثال اخامنشا امپراتوری بزرگ داشتن و آیین زردشتی آیینی رسمی بود، اما اجباراً دیگه مردم به افکار اندیشه خودشو ترغیب نکردن یا اونا را بیگانه از گذشته یا از زبان و از فرهنگ خود نکردن. اونا هم حفظ شدن ولی در دامنه یک امپراتوری بزرگ. اما متاسفانه در این سرزمین همونطور که گفتیم زیاد تاخت تاز ترک و مغول بود و بسیار نسل کشی شد و بعدا انگلیس و روس که آمدن این مرزها را ایجاد کردن که دیگه ما را بیچاره و از هم دور ساختن. ولی با حق بر مولاناست که میگه با که آب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست و امروز می توانایی تکنولوژی اینترنتی برای ما میتور یک امکانات فراهم آورده است که ما میتوانیم با هم صحبت کنیم. ببین من حالا در یک کشور غربی هستم، شما در مثلا ایران هستی، یک نفر در افغانستان است، یکی در دانمارک هستم آقا، من در اروپا هستم. دانمارک هستم. اروپا هستی؟ بسیار خوب. من در لندن هستم و بسیار خوبم است که نوی امکانات است و بیشتر ما آگاهی پیدا میکنیم در مورد وجودیت یکدیگر، یک تاریخ مشترک، یک فرهنگ مشترک، زبان، ادبیات. پارسی زبانا یا ایرانی تباران بیرون از مرزهای ایران غربی امروزی اصلا آرزو دارن که ما ایرانی تباران یک کشور بشیم به نام ایرانشهر. فکر کنم که زیاد مردم این آرزو را دارد. بله. زنده باشید خانم استاد، زنده و سربلند باشید. یک کوتاه الوه کنم و پس خانم زنده و سربلند باشید. ما یک آدم زیاد هستند. ببینید اویدی قتل، من امروز گفتم یک ویدیو نوار کنم راستی گپ استاد. اویدی تیموری لنگ امروز ببینید در ازبکستان 690 سالگی تیموری لنگ رو جشن میگیرند و همه جا همین بابامız، قهرمانımız، وایسız سوده این طرف و طرف گفته خلاصه خیلی چی کدستن، در حالی که حتی نامگذاری کدگنشه چیز قرآن میگن، چی میگن شنا از یادم نیست. خلاصه گپ در کجا او قتل عامی که او کدگی است تیموری لنگ وحشیانه تنها در اصفهان از هر یک سربازش درخواست کدگی است که دوتایی سه‌تایی سری بریده بیار و از آن یک همین چیز کلمناره ساخته است. با اصطلاح 70,000 مردم قتل کرد و از اونا کلمناره ساخت. بله. و این مغول‌ها ببخشید فکر کنم مغول‌ها 15-16 میلیون از ما ایرانی‌ها در ایران شهر کشت. بله بیشک من قبلا گفتم شاید شما نبوده، از سه دو حصه مردم کشتن در سرزمین خراسان و مردم ایرانی تبار بیشتر شهرنشین بودن و در شهرها قتل عام کردن. قتل عام کردن که دیگر از نسلات چیزی باقی نماند. من فقط همینجا یک تاریخ چرا بگم. ما اشاره کردیم که یکی از نفرهای خاندانی خوارزمشاه با نام تیمور ملیک بود، بسیار قهرمان و شجاع بود، بسیار جنگ کرد در شهر خوجند یک شهر باستانی در تاجیکستان امروزه است و در اونجا بسیار کشتاری زیاد شد، مردم قهرمانانه مقاومت کردند و تیمور ملیک واقعا بسیار قهرمان بود. در هر برخورده که بود مغولا را شکست میداد ولی نیروش کمتر و کمتر میشد. دیگه بالاخره مجبور شد که راه گریز پیش بگیرد و چنگیزخان خودش دنبالش رفت، چون یکی از جنرالای چنگیزخان کشت. و اونجا که میروند این تاریخ طبقات ناصری که یک تاریخ نگاری است که در زمانی تیموری است می نویسه، میگه که چنگیزخان دنبال تیمورلنگ رفت در شهر پیشاور. این شهر امروز در پاکستان است. گفت در شهر پیشاور رفت و در اونجا او را دیگه در حلقه گرفتن و تا آخر جنگید و خودش به دریا غرق کرد و چنگیزخان حتی با جنرالاش گفت که از این قهرمانی را بآموزی.
یعنی اینطور باید قهرمانا جنگید مرد. و میگید که زمستان بود، چنگیزخان زمستان در شهر پشاور ماند و در اونجا گفت نسل کشی کرد و مردم این شهر تاجیکا بودن. بله بله. یعنی که او تاریخ خودش که تاریخ نگار زمانی چنگیزی هستی گپ میگه، یعنی در هر شهری که میرفت میکش. در بلخ میگه که حتی تا گربه و پیشک همه چیزی که بود سگا را کشتن. нест нобуд мекардам. Зиндаву сарбаланд бошед. Ташаккури зиёд хонум дилорум. Албатта ки ман ҳамчун тоҷикон ва тоҷикони Тоҷикистон албатта ки худо мегӯем ки ич хеле ки устод гӯ об 100 пора гардад боз бо ҳам ошност. мо боз бо ҳам ошно шавем ва раводид ҳозир раводид бекор аст. ببخشید تکمیل شعر این گونه است: گرچه ما دوریم ولیکن دور دانستن خطاست، آب اگر 100 پاره باشد باز با هم آشناست. зинда бошед ва мо надорем имрӯз дар байни Тоҷикистону Эрон раводид нест. озодона рафта омадан метавонанд. шояд ки Афғонистонам хулоса як роҳ ё як тасмим гирад, як роҳе шавад ки мо боз бо ҳам бошем, барое ки мардумони туркзабон бинед чӣ хеле ки устод қайд карданд. ҳамон Эрдуғон اونا аз میخوان یک کشور Эрдуғон به шида نام ترکستان درست کنن. درست. چرا ما نباید ایران بزرگ درست کنیم؟ چرا ما نباید یک کشور بشیم؟ зинда бошед. зинда бошед. ташаккури зиёд. инҷо одамо مرسی. бисёр ҳастанд. бо иншоалло даъваттон мекунем. хуб, ба ҳар ҳол مرسی. оғои Абдул, ташаккури зиёд ки интизор шидед моро. марҳамат бародари гиромӣ. سروران، فرزانگان و فرهیختگان، بانوان و کدبانوان گرامی، درودی از دان ستاره بر شما باد. در قدم نخست از شما سپاسمند هستیم برای ایجاد این گفتمان خیلی نغز، گیرا و تنج. افزون بر این از برادرم، دوستم و خیلی شخصیت برازنده و جا افتاده اکی دگی یا داد خدای عزیز، امید که ما را شناخته باشه. واقعا در قلب ماسته. ما با دگی یک عمر مبارزه کردیم زیر البته نام کانون مطالعات و پژوهش‌های خراسان با دکتر صاحب نشاط و همچنان دکتر صاحب هارون امیرزاده، دکتر صاحب لعلزاد و آقای کریم و دیگر بزرگایی که در لندن هستند و این شخصیت خیلی دوست داشتنی است. من این را از جانم بیشتر دوست دارم. امید که ینگه طفلا همه خوب باشه، نکیدگی. سلامت باشید. شکر، همه بخیر هستیم. تشکر از شما. پرسیم علی گرامی. همه چیز عالی است. من فقط 3 چیز اینجا خدمت شما تفویض میکنم و امیدوار هستم که پیرامون این مسائل یک کمی بیشتر که از معلومات برای خراسانی ها ارائه بکنن که خیلی عالی میشه. در قدم نخست اکی داد خدا مسئله تاجک و تازی و تاجک خیلی مدرست شده با ویژه از طریق پانترکسته ها و افاقینه. اوغانا آمدن بعضی از اوراق تاریخ جعل کردن و توسط عقلای هوشمند واژه های خیلی مزخرف و غیر علمی و تاریخی را به نام تازیک یا تازی ها که فردوسی بزرگ یا پدر در شاهنامه میفرماید که تازی عبارت از عرب هست. ما و شما مکنون میگیم تازی نامه یا میگیم که با زبان تازی گفت و این رو پرکاش میتن که معادل تاجک هست و این به شکل خیلی وحشیانش که است اکنون در سامانه اجتماعی که از روان است و ما دمور روی را گرفتیم و براش که است البته ادله تاریخی که است ارائه کردیم و این مسئله هم انشالله یک جایی هم باید بالاش کار بکنیم. و وقتی که ما تاجیک میگوییم همین گونه که ریچارد فولتز که است کتابش هست که تاجیکس د ایرانیان آف ایست، معناش هم نیست که ما ایرانی شرقی هستیم. دیگر مطلولاتش هم میگذاریم. بچه عموما که اگر ما بخواهیم بگوییم تاجیکی است، ایرانی شرقی است. مثل دلاره ها گفت ما خراسانی ها در ایران زندگی میکنیم، ما در شرق ایران هستیم. باید داشته باشیم وقتی که ما خراسان میگیم، خراسان واژه اوستایی است، اوستایی است و خراسان به معنای ایران شرقی. ما خاوران داریم و نیمروزگان داریم، یعنی شرق ایران، شمال ایران، جنوب ایران و غرب ایران. این واژه های اوستایی است که در زمان پهلویان
پارسی میانه هم بیشتر ترویج پیدا میکنه و بعد از او هم که از اکنون متداول میشوه. و همچنان که از خراسان که میگیم آفتاب برآمد، یعنی قرص آفتاب میگه آفتاب برآمد هست. به این معنی است که ما ایرانی شرقی هستیم، بچه و دخترها باید داشته باشه. دیگه گپاش میگذاریم. این کار خانه‌ای برای افغان ها، برای ترک ها، برای پارسی ستیز ها و تمدن گریز ها. این یک مسئله است. و همچنان چیز مهم دیگر که از عقیدات خدا استاد بزرگوار مرد دوست داشتنی ما، مسئله ای هست که وقتی که ما زمان ایلامیا بحث میکنیم یا زمان پیشدادیا بحث میکنیم یا زمان ایران بزرگ بحث میکنیم، این در اونمو چارچوکاتش هیچ کسی را نمیتونه دستبرد بزنه، هیچ کس نمیتونه ایرا تغییر بده، هیچ کس نمیتونه ایرا ویرایش بکنه. ولی چیزی که اکنون برای ما مهم است، بانو دلارام میره خیلی زیبا و نغز مطرح ساخت، مسئله ساسانی ها است. مسئله ساسانی ها است، ببخشید، مسئله ساسانی ها است. زمان ساسانی ها خود خراسان یکی از ابرشهرهای ایران هست. باید داشته باشیم در زمان ساسانی ها بچه ها. ما باید است 1200 سال تاریخ خراسان که افغان ها بلغیدن و اعراب بلغیده، ما باید دوباره ایره که از رنسانس یا غنسانس باید بکنیم، تجددگرایی در زمان ساسانی ها. به معنای ساده ترش ما باید بیشتر بگوییم که این بانو خیلی نغزگونه گفت که خوشم داد، گفت که خراسان زمین. این واژه را ما باید متداول و کلیشه سازی و فرهنگی نسازی کنیم. خراسان زمین، خراسان زمین، خراسان زمین. و همچنان سر این واژه که ما وقت میگیم که تاجیکستان خراسان زمین، یعنی تاجیکستان، سمرقند، بخاران، سیهون و جیهون، کلاب، خجند، این مناطق که است یعنی رأس خراسان است. ولی هرات که است نگین قلب خراسان است و هرمند و قندهار که است به اصطلاح این بدن خراسان و همین گونه که است. و دیگه این رو ما باید پس زنده بسازیم بچه. این خیلی خیلی برای ما مهم است و در همین نقطه ما یک برنامه بسیار کلان برای خراسان بزرگ که است عملا نبشته کردم. انشاءالله اون رو با دگی صاحب، با آقای دگی هم شریک میسازیم که خراسان ما از منظرگاه ارقام و اقتصادی میتونیم دوباره زنده بسازیم. به معنای ساده ترش اتحادیه اروپا از 7 کشور آغاز میشود، اکنون 28 کشور است، ولی دو چیز برایشان اقتصاد و امنیت. ولی برای ما چه مهم است؟ اقتصاد مهم است، امنیت مهم است، همگرایی منطقوی مهم است. ما مبنی بر همگرایی منطقوی میتونیم اتحادیه خراسان که است، امون خراسان بزرگ، خراسان جغرافیایی و خراسان تاریخی است که انشاءالله در صدد ایجادش هستیم بانو دلارام. بله این 100% که است امکان پذیر است. چرا؟ از نگاه اقتصادی امکان پذیر، نه از نگاه گسترش گرایی، نه از نگاه نظامی، نه نظامی ده خلا، از نگاه اقتصادی. اتحادیه اروپا را ببین، اتحادیه دولت‌های خلیج ببین، اتحادیه دولت‌های افریقا را ببین، اتحادیه دیگر کشورهای قفقاز که از ببینین مبنی بر ارقام است، امنیت و همگرایی منطقوی است. چیز سوم که از برای شما بگویم مسئله دین است. اعراب هم نتوانست که از تاج کار اعظم بپاشه یا پارسی زبان ها را یا خراسانی ها را. افغان هم نتوانست صادقانه این کار بکنه. روس تزار هم نتوانست که از ما و شما را به اصطلاح یعنی پیکرهای ما را جدا کرد، ولی از بین برده نتوانست به دلیل این که ما قرآن پارسی داریم یا شاهنامه فردوسی داریم. ولی کاری را که افغان اعراب دیگرها کردین زیر نام سلفی، وهابی و همچنان که از دیوبندیزم که از ما را خورده خمیر ساختن باید داشته باشین. و این تیار به شکل بسیار سرسام‌آور در تاجیکستان، قفقاز، ازبکستان و اولاغستان که به اصطلاح خراسان امروزی که است روان است. ما چه باید بکنیم؟ ضد حمله باید انجام بدیم، خصوصا از منظرگاه دین با دین باید پاسخ بدیم. خواجه بشیر انصاری که دوست ما دگی است گفت که خود قرآن که است قمچینی است در مقابل افغانیسم
و به اصطلاح همین قبیله گیراها. ما باید قرآن در مقابل اینا استفاده بکنیم. یعنی ما کاری را انجام بدیم که در الاعراب و اشد و کفرا و نفاقا، ما اینا را در مقابل وهابیسم، سلفیسم و همچنان دیوبندیسم که است باید استفاده بکنیم. یعنی از این طریقه ما را توانستن خرد خمیر بکنن، ولی از نگاه ارقام، از نگاه فلسفه، از نگاه مثلا جغرافیا، از نگاه سیاست و از نگاه دین، از نگاه یعنی حتی دین که اصلا نتوانستن ما را خرد خمیر کنن. گپ آخر ما امین است. دوستایی که گپای ما را میشنون، از زمان پیش ایلامی ها ما صاحب خرد و خردورزی و دین مداری و اخلاق مداری بودیم. بیاد داشته باشین از زمان رخسانه که مادر ما سغدی هست و پدر ما که از کروش هست، ما صاحبان دین بودیم. یعنی ما یکتا پرستی را به جهان که از عرضه کردیم. اوغان و عرب و احمد محمود نمیتونه ما را کس بگوین. این دین ما برای جهان که از عرضه کردیم و از طریق اینمی یکتا پرستی ما امروز هم باید از اوغان، طالب و دیگر را باید خورد خمیر بکنیم و از دم برداریم. این 3 نقطه بود که خدمت شما به عرض رساندم. ممنون. یک جان سپاس. اولا می که بسیار خوشحال شدم و خوشم هستم که صدات میشنم و واقعا حرفات بسیار به مورد هستند و یک نقطه هم بگم، چیزایی هستند که دیگر رسانوی نمیشه صحبت کنیم ولی با هم انشالله که از نزدیک ببینیم صحبت میکنیم. و من یک چند گفتنی دارم و یک برنامه‌ای که خودت 10 سال پیش بیشترم، شاید 13 سال 12 سال پیش در موردش صحبت میکردی. منم کار دارم انجام میدیم و میخوام که از نزدیک ببینیم و با خودت در این تعریف کنم. موضوعی که گفتی بیشک موضوع خودی مفهومی واژه تاجیک گفتم بسیار بحث طلب است، بسیار پیچیده است، ولی در این کتابی که آماده به نشر است در اونجا یک مقاله بسیار خوب است که خیلی روشن و واضح را توضیح میکند. و خراسان زمین بله بسیار به مورد است و این خراسان زمین است، این سرزمین و ما همه خراسانی هستیم و این هویتی است که ما ایره مثل گوهره که چشم باید که عزیز داریم و حفظ کنیم. بسیار خوشحال شدم از صدات شنیدن و از حرفات، همیشه به مورد است. زنده باشید. پس معلوم شود که کسی که مرا سوال کرد که تو از کجا هستی، پس معلوم شود که من گویم که من از خراسان هستم. Do you know Khorasan? Where is it? I'm from Khorasan. عالی، دقیقاً عالی. Let them guess. من تصمیم گرفتم که از این روز دیگه میگم من از خراسان هستم، در کجایی که با کسی که همصحبت نشم و کار خانگی را به او بگذار، کو برای تحقیق بگره خراسان در کجا هست. بله اگر که نیافت خب با کمکش میکنیم، مشکل نیست. خب سپاسگزارم. زنده و سربلند باشید، برادر گرامی، خانواده باشید. دگی شماره تا به ما بفرست، انشالله میشه از نزدیک در دفترت بیایم ببینیم. دمتان گرم، خیلی خرسند شدم و ممنون از شما. خراسان به پیش، خراسان به پیش، تاجیکستان به پیش. یا الله. آریان of the world. سلام درود برادر گرامی، خوبت؟ تینجت صحت سلامت مرحمت برادر. درود بر جمع دوست. درود. صحبت نمیکنیم. اگر امکان باشد همین آرش خراسانی استاد آرش بیاید همین موضوع تمرلنگ رو یک روشنی بیاندازد، شنونده هستیم. چیز درخواست روی کنن، ما قبول میکنم. ندیدستم شونا راستی گپ برای همین برادر، اگر که درخواست روی کنن مشکل نیست. آرش خراسانی گفتید؟ بله استاد آرش بیاید بالا، در این موضوع لایف های زیاد داشتیم مشترک، بیاید یک صحبت کنین با مردم روشنی بیاندازین، ما شنونده هستیم. خب تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید برادر گرامی. الکس سلام درود برادر گرامی، مرحمت. خوبه؟ تیجت صحت سلامت هستید؟ مرحمت. امروز ما سوال داریم، سوال با عالم تاریخ شناس. مرحمت. یک سوال باشد. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت برادر. زنده باشید. همین یک گپ گویم، برادری خوب شما آمدین، بسیار من خرسند شدم. همین برادری تاریخ شناس همینجا، همین بسیارم خرسند شدم. بسیارتر ویدیو متریال دویم متریال ها بسیارتر برای ما تید ما همین کرده میبراریم. میفهمید می؟ زنده باشید. یگان سوال باشد اکا الکس. مرحمت. من یک سوال دارم. همین درباره تیمور ملیک
من خودم از خوجند هستم برادری جان. مهم. درباره تیمور ملیک یک سوال دارم. همین تیمور ملیک وقتی جنگی با مغول ها کردگی وای به خیالم طرفی همین خورزم رفت با دایریا، همینجا رفت. شما میدانید بعد اون چی شد؟ بله، موضوع تیمور ملکی تو است. تشکر برای سوال تو، بسیار منم خوشحال هستم. تیمور ملیک در خوجند بسیار قهرمانی کرد، بسیار جنگ شدید هم بود. نیروهای مغول بیشتر و بیشتر می آمدن و وقتی که دیگر دید که چاره ندارد، همونطور که میدونی با راه دریایی برآمد از شهر و دوباره رفت به خوارزم. در راه خوارزم با یک چند، چون از همون خانواده بودن، خویش تباری داشتن با خوارزم شاه و با پسرای خوارزم شاه ها یک چند بگیریم جنرال های خوارزم شاه واخوردن و تیمور ملیک واقعا یک استراتژیست بود، یک کسی بود که تجربه داشت، جنگ میدانست چطور پیش ببرد. ولی متاسفانه خوارزم شاه اشتباهی بزرگی که کرد، یک امپراتوری بزرگ داشت، لشکری زیاد داشت، کاری نکرد که با لشکرش برای به استقبال مغول با اونا بجنگد و تا جایی که ما میدانیم از تاریخ میگن که لشکری مغول 100,000 بود شاید زمانی که به سرزمینی ما آمد و این خوارزم شاه تقریبا بگیم که شاید 500-600 یا 1 میلیون نیرو داشت، ولی اونا را تقسیم کرد در شهرها، میگفتن گرنیزان و هر شهر باید خودشو دفاع کند جداگانه و دیگر اینا رو تقسیم کرد. اینا کوچک بدن، ضعیفتر بدن، در احاطه میموندن. برای مثال سمرقند در احاطه 3 ماه جنگ کرد ولی بعد دیگر هیچ کمک از بیرون نمی آمد. مردم خسته، گرسنه، تشنه دیگر تسلیم میشدن یا بعضا خیانت هم بود، از داخل شبانه درها را باز میکردن برای چنگیزیان. و تیمور ملیک رفت با اونا یک جا شد و یک دو برخورد هم داشت با چنگیزی ها و چنگیزی ها هم شکست داد، ولی متاسفانه اینا بسیار نامردوار با این برخورد میکردن و بسیار ببخش که من کمتر اشتباه گرفتم. من جلال الدین پسر خوارزم شاه با اینا با تیمور ملیک آمیخته کردم. من جلال الدین در نظر داشتم. وقتی که جلال الدین قهرمانی کرد، جنگ کرد، پسر خوارزم شاه بود، ولی دیگر برادراش، دیگر جنرالا طرفداریش نمیکردن. در مورد تیمور ملیک اشتباه هم می بود. بعد از وقتی که در خوجند دیگر شکست خورد، مقاومت شد، او دیگر جامعش بدل کرد، خودش پنهانی. بسیار در راه هم از دنبالش آمدن ولی لشکری های چنگیزی را شکست میداد و بالاخره رفت و به روایت به سوریه رفت و رفت در سوریه چندین سالا بود و این یک تاریخ نویس تاجیک برادر ما لقمان بسیار خوب نوشته است و در این کتاب هست این مقاله. و بعد از چندین سال، بعد از شاید 15-20 سال دوباره برگشت به خوجند، ولی زمانی آمد که در اینجا دیگر چنگیزی ها قدرت داشتن، دولت داشتن، حاکمیت داشتن و دوباره اینجا آمد خواست پسرش ببیند و روایت های تاریخی و پسرش رفت دید و گفت که پدرت میشناسی؟ گفت من نمیشناسم ولی دوستای پدرم هستن و آمد و دوستای پدرش پیدا کرد و اونا آمدن شناختندش، گفتن این تیمور ملیک است و همین زمانی بود که کسی برد جاسوسی کرد و رساند به حاکمی خوجند و آمدند. یکی از همون سران چنگیزی بود، نامش یادم نیست، و بعد تیمور ملیک بردند و کشتند. بله. و من از تاریخ تیمور ملیک. ولی همه قهرمانیش در خوجند بود و تا با آخر و همیشه شکست داد، اما دیگر نیروش کمتر بود. بالاخره مجبور شد که راه گریز پیش بگیره. افسوس که با قهرمانان این گونه بدبختی میه. ببینید استاد، تیمور ملیک این گونه کار کردن، سپیتامین این گونه کار کردن، شیرینشاه شاه تیمور این گونه کار کردن. با چندها خودم میدونم هزارها قهرمانان تاجیک رو این گونه بعد این قدر جسارتی خود با مردم خود به نمی قتل رسوندن، این چی بدبختی بود که به هر حال ما بود. خب به هر حال امروز یک خیلی تاجیکا میبرن اویدی نمی میگن که خاموش باشید
من کاش میگم خداوند کریم در همین توجیکستان امروزه یک قانون مثل در ازبکستان قانون برورن که کسی بر ضد تاریخ گپ میزند و گرفته به جوابگاری کشند، چون که دیگر راهی حل نیست. نمی ازبکستان کردست است میگوید که تاریخ بافته خود رو که خلاصه کسی که ایواز میکند ما آن رو خلاصه جزا میتیم. کاش در توجیکستان خیلی باشد. خب به هر حال اینجا به فکرم دو خانم باشد. اول المیرا در سخن میتیم، بعد دلارام برمیگردیم. المیرا مرحمت، خوب هستید؟ صحت سلامت هستید؟ مرحمت المیرا. السلام علیکم. امیدوارم صدای مرا خوب میفهمین. سازن خوبین؟ سلامتی هست که؟ همه صد است میفهمید. یک سلام ویژه به داگی نمیدونم پروفسور. سلامت باشه. میشنم. من راستی ما با لهجه تاجیکی خودم میگم. من از دوشنبه هستم. من یک چند مدت میشه که با همین موضوع آشنایی پیدا کردم، با موضوع تاجیکانی افغانستانی جعلی، و همین موضوع را میخوام که در بین جوانان تاجیکستان بسیارتر پخش شود و آگاهی بسیارتر پیدا کنند و برادران تاجیکستان افغانستان جعلی گفتنی هستم که شما تنها نیستید. چقدر که پیشوای ملت محترم جناب عالی گفتگی هست، در برآمدهایش چندین بار تاجیکستان وطن تمام تاجیکان دنیا است، چی در افغانستان باشد، چی در ازبکستان باشد، چی در اروپا باشد، امریکا باشد، در کجایی که هست نیست شما وطن دارید، شما بی وطن نیستید، وطن شما تاجیکستان است و شما سپورت، یعنی که سپورت دارین از ما همیشه با شما هستیم، میمونیم و خواهیم ماند. شما تنها نیستید. من همچون یک دختری تاجیک از تاجیکستان آوازم را بلند میکنم و میگویم که اصلی من سمرقندی است. پدرم، یعنی که سعید پدریم سمرقندی است. مادرم از طرف فیض‌آباد است. من یک چند خویشا هم دارم در سمرقند. من با آنها گفتگوها کردگی هستم. بسیار چیزایی هست که پشت پرده پنهان است و ما با تاجیکا هستیم و میمونیم. باقی سلامت و سربلند باشید. تشکر، سلامت باشید. بسیار گپای خوب گفتید. بسیار خوش شدیم. زنده باشید. تشکر زیاد. کاش میگم مرحمت خانم دلارام، مرحمت. خواستم فقط بگم کشور کل تاجیکان ایران شهر هست، ایران بزرگ هسته. بله. و همونطور است. بله. در یه چیزی میخواستم بگم در مورد قفقاز که صحبت شد. من نمیخوام ناامیدی بین ما ایرانی تباران درست کنم، ولی یه تعداد یعنی من که باشون صحبت میکنم با ارمنی یا گرجی یا آدمای مال قفقاز یا مال کردستان و اینا، نمیگم همه ولی خیلی هستن میگن که نه ما ایرانی نیستیم، ما ایرانی تبار نیستیم، ما نمیخوایم جزء ایران شهر ایران بزرگ باشیم. از این حرفا منم جوابشون نمیدم، نمیدونم چی باید بگم بهشون. باشه، من یک چیزی میگم. ببین، یک مثال خیلی روشن و واضح در می وضع فعلی که این جنگ علیه سرزمین اجدادی ما که ریشه های ما اونجا هستن، ایرانی بزرگ، ایرانی تمدنی، کشورهای غربی دارن و شما خودتون شاهد حال هسته که یک تعداد دیاسپورا یا همتبارای ما، ایرانیای ما حتی پشتیبانی کردن و حتی سر صدا در خیابانا میکردن که بروی بزنه بکشه که ما از اون بیریم رژیم هستی، از اون حکومتی آخوندی خلاص شویم. ببین، اون موضوع یک موضوع دیگر است، ولی ایران مادر است، مقدسات ما است و ما هرگز نمیخوایم که به خاطر یک خاص بگیریم که خانه بسوزد. و متاسفانه موضوعی که با این دوستای قفقاز دیگرها که صحبت میکنی اینطور است که فکر کن که 200 سال است که اینا را با راه اجباری از ایران پاره پاره ساختن و دیگر در مکاتب مخزشویی شدن. نسل های نسل مردم دیگر مخزشو بگیریم که این نسل که امروز است اینا حتی تصور ندارن که یک زمان جزوی ایرانی تمدنی بودن
این درک ندارن. ولی این کاری برای مثال ما است، نفرهایی که روشن فکر هستند، اندیشمند هستند، دانشمند هستند، نفرهایی که مثل شما این برادر شاکیم که مبارزه کنیم. امی دنیا خودش مبارزه است. ببینید جهان غرب هرگز از مبارزه خود دست نمیکشه، در هر گوشه و کنار ببخشید میگم تو کلامتون میاد، خود اروپایی‌ها، من تو دانمارک زندگی میکنم، دو سال پیش که در سوئد بودم و مادر پدرم اونجا 1 سال زندگی کردیم در سوئد، همسایه‌مون یه دانمارکی بوده که با یه ویتنامی ازدواج کرده بود. بعد یه دفعه صحبتمون شد، این آقا من گفتش که آره ما در در دانمارک و سوئد و نروژ و ایسلند و فنلاند یه زمانی یک کشور بودیم، بازم میخوایم یک کشور بشیم. حتی اروپایی‌ها دوست دارن که یک کشور میبودن. اون وقت به ما وقتی که میرسه، ما که از هزاران سال یک میهن بودیم، یک کشور، یک ملت بودیم، ما رو اینجا 200 ساله 150 سال هم تیک تیک کردن از ما. واقعا. ولی دیگر این کاری است که ما باید انجامش بدیم. همه ما باید که سهم بگذاریم در این زمینه، مبارزه کنیم، مردم بیشتر فهمیش پیدا کنند، تصورشو زیاد بشود در رابطه با تاریخ خیش، با گذشته خیش، با سرزمین خود. و یک نقطه بسیار جالب، سالی 1900 این 2019 اگر اشتباه نکنم، قبل از یا 18 شاید بود یا 19 مطمئن نیستم، به هر حال یک کنفرانس بزرگی بود با نام کنفرانس پرژن سوسایتیز، جامعه های فارسی زبان در گرجستان. و اونجا که رفتیم، بسیار یک کنفرانس بزرگ است، تعدادی دانشمندا شاید تعدادی 300-400 نفر از کل جهان آمده بودن و پنل هستند، یعنی بخشای کوچکتر است که در هر بخش میره مردم دانشمندا برای مثال همون پریزنتیشن میکنن، صحبت ها و حرفای خودشون میگن و هر کس همون بخشی که خودش متصدی است، متخصص است. و یک بخش بود در مورد آیین زردشتی و برای من بسیار جالب بود و فکرم کردم که شاید تعداد مردم کمتر است، توجه کمتر است به و وقتی که در تالار رفتم مردم زیاد بود، جای نشست نبود. و بعد دیگر منم جای ایستاد شدم پشت در و بعد زمانی که صحبت ها تمام شدن، سوال و جواب، مردم بیرون برآمدن، اونجا قهوه بود و با مردمایی که اونجا بودن صحبت میکردم و میپرسیدم که زیاد اینا مردمای گرجی خودشو بودن که آمده بودن، یعنی مردمای لوکال از خود گرجستان. و من پرسان شدم که چرا شما قدر توجه داره به این آیین؟ گفتن که فراموش نکنید که آیین گذشتگان ما پیش از آنی که ما مسیحیت پذیرفتیم آیین زردشتی بود و هنوز زیاد از اون میراث فرهنگی در این سرزمین باقی. خودشون میخواستن جزء از ایران بزرگ، ایران شهر بشن یا نه؟ راستی در این مورد صحبت نکردم امراشو، ولی میدیدم که بسیار توجه داشتن به گذشته خیلی قدیمی خود. بله، خیلی جالب. سپاسگزارم. زنده و سربلند باشید خانم دلارام. فقط یه چیز دیگه میخوام بگم، کوتاه میخوام بگم که خراسان بزرگ کل آسیای مرکزی و قسمت‌های از چین خراسان بوده. من فقط همین رو خواستم. ایران شرقی. من قبلا هم کمتر در این مورد گفتم ولی شاید شما نبوده. پاکستان امروزه که است، دریای سیند است، دریای هندش هم میگن و امی دریا پاکستان دو تقسیم میکند، یعنی که از میان کشور جاری است و قسمت غربیش همه قسمت ایرانی بزرگ بود و امی دریا مرز ایران قدیم، هند قدیم بود، یعنی طرف شرقش دیگر هند است و طرف غربی دریا ایران است. و اونجا هم قسمت در چین داریم. در چین هم شاید که یک قسمت خیلی بزرگ است ولی اینطور توضیح چند میلیون تاجیک در ازبکستان و چین هست؟ چند میلیون؟ ببخشید خانم دلارام، آدما انتظار هستند. در ازبکستان خیلی تاجیک زیاد است، در پاکستان خیلی زیاد است، کلا بگیریم خیلی زیاد است، لیکن بعد دیگه نفرا هم کمی سخن تیم خیلی خوب میشه. ببخشید، مشکل نیست. زنده باشید. سپاسگزارم. سربلند باشید. ما همچون من فقط یک نکته را بگم شاکیم گرامی که کتابی که انتظارش هستیم که به نشر برسد خانم دلارام و شما دنبال همین بخشا باشید، اون کتاب که نشر می شود همه این سوالای شما در اونجا پاسخش هست و کتاب بسیار کتابی کامل است و به زبان انگلیسی و یک کتاب استاندارد اکادمی است با دانشگاه بزرگی همین کشور نشر می شود.
بله و زیادی پرسش ها پاسخ دارن. استاد یک کتاب در نشر گذاشتگی هستند. کتابی خیلی خودشون گفتن خیلی بزرگ است، انتظار شود. با من اینجا نوشتن که چگونه کتاب های شما رو دریافت کنیم. شما یک همین کوتاه کده جواب داد، بعد المیرا سخن شنوگن اینجا یک بچه من دعوت کنم. اولا واقعیت این که متاسفانه در این جهان که هستیم در کشور انگلیس و کتابا رو به انگلیسی می نویسیم و یک بدبختی می است که تعداد زیاد دوستای ما در کشورها زبان انگلیسی خوب بلد نیستن و زیادش ترجمه نشده است. یک کتاب تازه در مورد این مردمایی که در دامن کوههای پامیر هستند در 4 کشور تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و چین که هم تبارای ما هستند، یک کتابی را ما نشر کرده بودیم 2019 و این کتاب سال گذشته به زبان روسی هم نشر شد و پیدا می شود، یعنی که آنلاین هست و می توانید کسایی که زبان روسی را می دانند او را پیدا بکنن آنلاین، یا کسایی که انگلیسی بدانند می توانند برای اونا کتاب روان کردن. ولی یک کار دیگر هم که میکنیم، شاید شاکیم گرامی خودت می توانی اینا رو در همون صفحات بگذاری که ببینن کدام کتاب هستند. و این کتابی بزرگی که با نام تاجیکان داریم، زمانی که به انگلیسی نشر بشود کوشش میکنیم که هر چیز زودتر به فارسی و روسی هم ترجمه بشود تا که همه دوستا و هوادارا و همتبارای ما دسترسی پیدا کنند. بله، ما حتما این گونه کار میکنیم. این گونه کتاب های نه تنها کتاب های استودا با کتاب های دیگر استادان مشهور ما حتما حرکت میکنیم که حتی همون تاجیکان با جان غفور و ما حرکت میکنیم که یا به زبان پارسی باشد، یعنی به حرف پارسی باشد، خیلی خوب میشد. خب به هر حال الویرا چیزی که گفتنیم دید مرحمت کوتاه کرده که 2 ساعت استاد با ما هستند. اگر که استاد وقت نداشته باشن یا که خلاصا ما هلاک شده میگیم، با هلاک شدن با افغانستانی و هلاک شدن مرده شدن میگن، نه خلاصا if you tired، اگر که شما یه و استاله خب آگاه کنید، یک استراحت میکنیم، یک موسیقی گوش میکنیم یا که خلاصا میتونیم که تمام کنیم. شاکیم گرامی شاید که خیر من 3 سوال دیگر پاسخ میگم برای که دیگران انتظارم هستن. بله بهترین. من خب المیرا اینجا سوال نمیتید، المیرا خودش کوتاه میکنم گپ. من همین من گفتنی هستم که بله ما از این کار نمیکنیم. ایران مادر است، گوهره ما است، گوهره تمام فارسی زبان دنیا است. ولی من در نظر داشتم خراسان را. در خراسان 45% افغانستانی کنونی تاجیک است. ایرا من نگفتگی هستم، ایرا جناب عالی در برآمدهایشان در اروپا گفتگی هستند. من حتی همون برآمدها رو گوش کردگی هستم، دارم و میتونم به دیگران شیرم کنم اگر در کار باشد. خب درست است ما درست هستن بیشک. ما در ازبکستان داریم، یعنی که اونا هویتشون ملتشون تاجیک هستند. من از همین سبب گفتم که وطن تمام تاجیکان دنیا تاجیکستان است و این سخنی من نبود، سخنی پیشوای ملت بود. واقعی من تنها خواستم که به اونها امید دهم، یعنی که یک دلگرمی دهم که اونها تنها نیستن و ما با اونها هستیم. من همین، یعنی که عقیده من، فکر من همین بود. برای کار، برای لایف اکای شهرام رحمتی کلام که مرا بالا آوردیم. خب تشکر زیاد. شنونده هستم. بله بهترین. من شاهروخ هستم، مشکل نیست، کاش هر یک کس چی باشد. خب 3 سوال گفتید. سوال اولین اینجا سوال مردمان با چیزی که نوشتگی همون را میخونم. برای چی امی سمرقند بخارا را ایمنو ازبکو دادن؟ اکای شاه حکیم میخونده. استاد کوتاه کده مرحمت. استاد تلفنشون با فکرم چی شدگی است. این موضوع بسیار دردناک داغدار هم است و ما هر دفعه که صحبت میکنیم خیلی که میدونی سوال میپرسن یا در بله استاد کمی منو میشنوی نه؟ بله نه خوب شد. بله و دیگر مسئله بخارا و سمرقند این بود که همون صحبتی که قبلی داشتیم، پن ترکستا در اینجا بسیار دامنه داشتن، بسیار رابطه نزدیک هم با حکومت یا
رهبریت اون زمان شوروی و روسا داشتن و توانستن که دعوا کنن که در این سرزمین اونا بیشتر حق دارن و متاسفانه رهبرای تاجیکا در این رهبرای تاجیک در نام میتور بگیم یک فن دادن، فریب کردن که ما اگر تاجیکستان و ازبکستان یک جا باشیم این بهتر است، به منفعت تر است، چون یک کشوری بزرگتر می باشیم و موقعیت ما محکمتر می باشه در بین کشورها. و دیگر تا این زمان زبان فارسی بود، زبانی پیش از شوروی در این سرزمین امیرای بخارام که بدند یا از خیوه و از خوقند همه فارسی می گفتن، زبان دیپلماتیش هم خیلی فارسی بود، خودشو فرزنداشو فارسی می خواندن. حتی دختر امیر عالم خان یک مصاحبهش یک از دوستای همتباری ما که اینترویوش گرفته بود، صحبتش در امریکا گفته بود که ما فارسی می گفتیم در خانه، یعنی زبانهای ترکی و این حرفا رو نمی دانستیم. و بدبختی شد که زمانی که ازبکستان در سال 1924 ایجاد شد همچون یک کشوری، اولین قراره که حکومت ازبکستان برآورد گفت که زبان ترکی و زبانی فارسی زبانی عقب است، زبانی دین است، زبانی مذهب است، زبانی ایران است، این فلان و بیسمدان. بالاخره زبانی ما را نبگیری محدود ساختن و اونجا زمانی بود که رهبرای تاجیک بیدار شدن، آگاه شدن، فهمیدن که فریب خوردن از جانب رهبرای ازبک و دیگه دعوا کردن، جنجال کردن و اون چیزایی که یاد شد از شیرین شاه شاتمر و تعداد زیاد مبارزه کردن و همین تاجیکستانی کنونی را برای ما توانستن گرفته و دعواشو بیشتر بود. و یادم است که یک نامه باز از شیرین شاه شاتمر به استالین و خواهش میکند که 5 ولایت دیگر در ازبکستان که بیشتری مردم تاجیک تبار تاجیک زبان بدن، سرخندریا، قشقدریا، فرغانه، سمرقند، بخارا، ولی دیگه متاسفانه به داد ما نرسیدن و شیرین شاه شاتمر کشته شد، همچون بگیم قومگرا گفته و دیگه رهبرای تاجیک هم محدود شد و از کار بارشو و دیگر مرز که ایجاد شد بسیار مشکل بود، حتی شاید برای رهبرای شوروی هم یک مشکلی بود. بله خب ندادن نه سمرقند نه بخارا را. سپاسگزارم استاد. حداقل یکی را باید پایتخت برای ما میدادن ولی ندادن متاسفانه و نمی بود تاریخ خلق تقسیم. اینترنتتون کمی ضعیف شد و بخشید خلاصه درست با فریب با نیرنگ خلاصه از خود کردن، فریب دوده، فهمیدید؟ یگان جای حقیقت مهربانی و دوستی نیست. خیلی که همین روز در صحیفه اجتماعی میبرند همون مسلمان هستیم، همون برادر هستیم، در قبر 2 متر جای 1 متر جای است، این هم خیلی گفته فریب میکنند، نه فریب میکنند. 1 سانتیمتر زمین بیومده تگوید کو توار گرفته در پیشونیت میزنن، برای همین فریب دوده از خود کردن، فهمیدید؟ یگان جای حقی نبود. خب به هر حال سوال دوم، سلمان فورس سلام درود برادر گرامی، صدای خود رو بلند کنید و التماس کوتاه کرده یک سوال خود رو پیشنهاد کنید. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام و درود بر شما استاد عزیز. یک سوال داشتم از شما. میدونم چه سوالاتی هم که فهمو شود. گوید. به خوبش من سوالاتی هم بعد نه همین چی خیلی است گوید و خیلی جوی یگون گپی بد نباشد. خب مرحمت چی است؟ نه گپی بد نه. برای ما که تاریخ رو من که تاریخ رو خوندم و بسیار چیزا رو فهمیدم از گذشتگان و از بزرگان. آینده ما باید چیکار کنیم؟ آینده همه خیلی خب ایستاده شینیم یا اینکه برای از چیزان گذشتگان خودمان را برگردانیم؟ این سوال من بودی. محافظت کنیم. میدانم که تشکر و بسیار خوب. ببین یک چیزی است که راستی باید که از پرسش‌ها ترس نداشته باشیم، ولی موضوع دیگر هم این است که میفهمم که شما احساس میکنید اینا حساسیت دارن و ما خدا نکند که به یگان بدبختی کسی را تشویق یا ترغیب نکنیم و این چیز ما هرگز نمیخواهیم. ببینید امی صحبت هایی که اون خانم همتباری ما از ایران، اون نفر دوستی ما علی فایق از افغانستان گفتن، بسیار یک گپای خوبم گفتن و موضوعی که ما میخواهیم و برای نسل ها و آیندگان
بیشتر باموزه تاریخ خودتون، زبان، ادبیات حفظ کنه. زبان این ببین یک چیزی است که این یک جوهریتی است که از مادر به ما داده می شود. همونطور که خواجه حافظ میگه با با شیر اندرون شود با جان بدر شود، یعنی ای از شیر مادر ما است و من بگیم که شیر مادر ما پهل نیست که ما این زبان حفظ نکنیم، این زبان ندانیم، احترامش نکنیم، یعنی به احترامی به مادر است. و زبانمون بدانیم، تاریخمون بدانیم. این گفتن خیلی ساده است ولی باموزیم، یعنی که در هر کجایی که هستیم میدانیم که ما امروز خیلی پراکنده هستیم، هر کدام ما دنبال زندگی هستیم، سخت از زندگی، پستی و بلندی دارد، ولی همینطوری که مثال به خوردن جسم ما نیاز دارد که در یک روز برای مثال 3 بار باید غذا بخوریم، علم آموختن روح ما، جوهریتی هستی ما به اون نیاز دارد و باموزیم. زبان خودمون آموزیم، تاریخ خودمون، فرهنگ خودمون و ما دوانه، ولی ما یک کاری خوبتر میتوانیم کردن. نمی پلتفرمایی که هستن آنلاینی با امینا رابطه بکنیم که مثلا برادرای ایرانی ما در ایران، برادرای افغانستانی ما در افغانستان، برادرای خواهرای ما در پاکستان، در ازبکستان با هم پیوست شوند. ما بگیریم که یک جغرافی فرهنگی رو به وجود بیاریم. میدونی این زبان انگلیسی هم میگیم یک cultural expansion، بگیم که یک گسترشی فرهنگی را ایجاد کنیم که برای مثال در تاجیکستان جشن نوروز که میگیرند در یک دامنه‌کوه‌های پامیر، در ازبکستان، در ایران، در افغانستان، در پاکستان، در چین ببینن و ببینن که چقدر ما مردمایی هستیم که به هم خیلی پیوستگی داریم، عرف عادت سنت های داریم که به هم نزدیک هستند. یا مثلا در ازبکستان در یک دامنه کوه هست بیرون از شهرها یک تعداد تاجیکا هستند، اونا ببینن بدونن که در تاجیکستان ما چیکار میکنیم یا در پاکستان چطور جشن میگیرن و وقتی که ما بیشتر آگاهی پیدا کنیم رابطه ما زیچ میشود و این رابطه ما مثلا بگیریم که نمی زبانی که امروز بیشتر به زبان انگلیسی هم صحبت میکنن تعداد مردم، ولی زبان فارسی هم باید در این سرزمین حفظ کنیم، زنده بداریم و باموزیم و رابطه ایجاد شود. ما این مرزها را از بین بردنی نیستیم و این هدف ما نیست، ولی ما باید که این مرزها را عبور کنیم، عبور با امکانات تکنولوژی. و در تاجیکستان مثلا تلویزیون یا بخش رادیو است یا یک برنامه خوبی فرهنگی است که او را در تمام سرزمین دیده بتوانند و این امکانیت ها است. هر کسی که امروز گیریم سمارت فون داره، در این موبایلای امروزه داره زمانوی، میتواند این چیزا ببینه. می صحبتی که ما داریم در کل جهان میشه دیدن و بیشتر آگاهی، آموزش، پژوهش و دیگر صحبت ها که ما بتوانیم زیاد بدبختی هایی که تا به امروز به سر ما آمدن از بین ببریم. و همین جغرافی خراسان که میگیم این به خاطر دوا نیست، این به خاطری است که شما بدانید که در این گذشته سرزمین نامش چی بوده. سنترال اسیا یا آسیای میانه این اختراع روسا است که در آخر عصر 20 به وجود آمده است. اصلا بگیریم واژه سنترال اسیا یک آلمانی، جغرافی شناسی آلمانی در نیمه قرن 19 آمده است در این سرزمین و برای خودش نمی مرز جور کرده است، نمی نام گذاشته است. و روسا که آمده اول این ترکستان گفتن و زمانی که شوروی شد تقسیمات قومی و چیزا خودشو روسا از ترکستان دست شستن، چون ترکستان بر ضرر شو بود نامش کردن سنترال آسیا و دیگه ما را استفاده میکنیم حالا که 100 سال تاریخ دارد، اما تاریخی 5000 سال صحبت کرده استیم تا که بدانیم که مرزهای ما در کجا بدن. یا در پاکستان هم مردم هستند که مثل ما هستند، از دیدگاهی بگیریم قیافه شناسی، فرهنگی، تاریخی، زبانی، عرف و عادت، سنت ها، جشن نوروز، جشن مهرگان، جشن سده و نمی برنامه است که ما باید که نمینه بیشتر سریع توجه کنیم، توقف کنیم و بیشتر باموزیم و دیگران را آگاه کنیم. فکر اینجا خاتمه میتیم شاکم گرامی. این همی آخران سوال دو سوالش در جواب داد اکی بردارم دعوت کردیم راجیک چی میگفته باشه. راجیک مرحمت کوتاه کده. راجیک سلام درود، مرحمت، هستید نیستید؟ یک راجیک نیست به فکرم. خب
ба ҳар ҳол зиндаву сарбаланд бошед. Ташаккури зиёд ки имрӯз вақти худро дариғ надоштед, бо мо гузарондед ним соат. Беҳтарин кошки бо шумо ин гуна мулоқотҳоя дар оянда давом додан гирем. Кошки ҷавонон имрӯз бибинед дар тикток 120 нафар шид, дар ютуб 60-70 нафар зиёд шид, ана боз дар инстаграм, дар фейсбук бо одамо зиёд шидан. Ман рости гап на он қадар бисёр тамошо кардам онҷора, бубахшед моро. Лекин ин як саҳм ҳаст ки шумо мегузоред ва албатта ки шумо ҳам савобро мегиред, ҳам бо одамо бибинед мешиносанд ва айни ҳол дархост кардастанд ки мо китоби шуморо аз куҷо чикнем. Хулоса мо дар саҳифаи худ китобҳои устодро мегузорем. Албатта ки боз ба фикрам чизи худашонам қайд мекунем ки то ки ягон кас ки боз саволҳои гуногун дошта бошанд, марҳамат метавонанд. Ба фикрам имконият ҳаст, не устод, ки ба шумо мактуб кунанд, нависанд, яъне ягон савол бошад ё ки ягон чизи дигар бошад. Хуб, имрӯз бале, раҳмати калон, имрӯз дар боду ҳавои гармӣ вақти шуморо гирифтем. Боду ҳавои гармӣ вақти тиллоӣ аст ки моям каме офтобро омадагӣ арест, лекин маям рости гап даимҷо кати шумоем. Хуб, тасмим гирифтем имрӯз, мушкиле нест, ҳозир мебурем. зинда мешавӣ. Ташаккури зиёд устоди гиромӣ. Агар ки Ташаккури зиёд аз худат. сухани охир дошта бошед, марҳамат. Фақат аз худат. бисёр хуб. аввал ташаккур аз худат ки ами платформа бо дубора ҷур кардӣ ки мо тавонистем бо ҳамтаборову дӯстову мардумои фарҳангӣ суҳбат кунем. ва ман бисёр хуш ҳастам аз ҳамаи шумое ки дар инҷа пайвастаеву суолҳои бисёр ба маврид додем. Манам худам аз ин суҳбатҳо меомӯзам, аз суолҳои шумо, аз баъзе тавзеҳоте ки шумо медиҳед инҷо меомӯзам ва бисёр хуш ҳастам. ва хушии ман ин аст ки агар ман як зарра тавонистам барои шумо як зарра рӯшанӣ ё як зарра огаҳӣ кардан ва аз ҳамаи шумо ташаккурӣ мекунам ва умедворам ки суҳбатҳо идома меёбанд ва чӣ пурсише дошта боше бинависед барои ман ё мустақим ба оғои шоҳакимӣ ва мо дар тамос мебошем бо ва чизене ки тавонем, кадом китобу махазене ки лозим боша кӯшиш мекунем ки шумо ба ӯ дастрасӣ пайдо кунед. Барои ҳамаи шумо рӯзи хуш, худо нигаҳбонту ва ба умеди суҳбатҳои оянда. Бале, ташаккури зиёд сипосгузорем. Зиндаву сарбаланд бошед. Ман устода поён мекунам. Хуб, бародаро, ин ҳамин буд имрӯз. бовар кунед, манам хеле бисёр гӯш кардам, бисёр чӣ кардам ки хуб як шеъра мемонам, инҷа шеъри тоҷикон. Пас агар ки хушманд бошед, ним соати дигар дар ҳамин ҷо мешинам, лекин аввал як мусиқа гӯш кунед. ملتی کیانم رستمی زمانم من تاجیکم کوهی سربلندم کاخی بگزندم شاد و ارجمندم من تاجیکم رودی پر خروشم وارسی کروشم باری خود بدوشم من تاجیکم زمینم چشمی کم نبینم من تاجیکم خلقی تاج دارم باز خاک سارم کینه ندارم من تاجیکم تاجیک مرد بود مرد بیمونم تاجدار و خون سر بیمونم تاجیک مرد بود مرد بیمونم دشمنانم آخر مرد
مقامم با فلک نواختم تاجیک مرد بود مرد بماند تاجدار و خون سر بماند تاجیک مرد بود مرد بماند تاجدار و خون سر بماند با دلی گشاد و مهر و اعتماد دوستی اهلی درد بماند. خدایا беҳтарин мусиқӣ аст не беҳтарин ин суханои оддӣ нест дар он мусиқӣ имрӯз мебуранд як хело мегӯянд ки ту ба забони ман ҳарф задастӣ ту ба забони ман ҳарф заде душманонам мард ҳам набуданд фаҳмидед ка ки душман кати мардона мубориза мебарӣ як хелош номардона мубориза мебаранд фаҳмидед ва инҷо ман оғои Дилёрома даъват кардам бо ман ним соати дигар ҳаминҷо ҳастем марҳамат оғо хонум Дилёром چی سوال داشتید؟ ببخشید بله من فقط یه سوالی از آقای داغی داشتم من نفهمیدم از حرفاشو گفت ما نمیتونیم یک کشور یک میهن بشیم این مرزا رو باز کنیم برداریم نه چی خیلی گفتن که خدا خواهد که ما یک میهن یک کشور ما یک میهن هستیم لیکن یک کشور بشیم خدا خواهد و ببینید من همچون مسلمان هستم یکی از حدیث‌های هست که میگویند که مهدی همون امام مهدی که در ایران انتظار هستند همون مهدی که میآید خراسان در اونجا نزدیکه که از خراسان مهدی میآید فهمیدید و همون خراسان یعنی همون مهدی با ما رو همچون یک ملت باشد یک چیز باشد با سرجم میکنند فهمیدید و البته که ما باز با هم یعنی مهدی ما رو یک کشور میکنه مهدی وقتی که میاد از جهت دین اسلامی گویم لیکن از جهت سیاست امروزه سیاست خود پگاه باشد مرسو هر روز ایواز سیدشتن هوزی دیدسته چی گپ خبر است در دنیا ما خدا میگویم که با ما کاری کند کوشش کنیم که باز با هم شویم فهمیدید البته میشیم چرا نه ما که ما میگویم کوه با کوه نمیرسد آدم با آدم میرسد ما کوه نیستیم ما آدم هستیم و ما میتونیم با همبستگی کنیم همدوستی کنیم با من قید کردم که امروز بین تاجیکستان و ایران روادید نیست یعنی ویزا در کار نیست آزادانه میتونید پرواز کنید با تاجیکستان پرواز کنید با ایران کاش که در افغانستان هم این گونه چیز شود با امیدی روزی خوبی پگاه ولی انشالله که یک کشور بشیم به خدا دعا میکنم نمیگم هر شب دروغ نمیگم ولی خیلی شبها دعا میکنم که نه فقط پارسی زبانان و ما تاجیکان کل ایرانی تباران و آریایی تباران یک کشور بشیم زنده باشید دعا کنید خدا دعای شما را قبول کند تشکر شما زیاد دعا کنید ما درست تشکر زیاد زنده باشید ما دعا میکنیم و عمل میکنیم از بنده حرکت از خدا برکت زنده باشید خانم خیلی خیلی خوشحال هستم که خانم ایرانی در اومده کتیما هم صحبت شده است VIP سلام درود بردار مرحمت صدوتا بلند که بردار خوبین سوزن تیزین سلام علیکم اکا شروع صحت سلامت هستید خوب هستین من فقط یک سوال داشتم با استاد داگیف داگی خدا هرچند که وی از قشلاقی که ما به دنیا آمدیم در همونجا وی مکتبش خوندگی است کلان شدگی است من برای وی سوال داشتم که همون استوچنگ همون سیلکه کتاب هایی که استاد داگیف داگی خدا نویساندن همون را کجا یابیم برای که ما حسابه که ما راه بلد کار میکنیم با توریستا قطعی کار میکنیم و رنگی که دیگر تورگیدایی که ازبکستان هستن مقصد همکارمان ما میشنویم که باید همه یک توریست اگر که یک شنگوه و یک دروغ میپیچونند همه روزشون هم میگذرونند نه که ما که همه چیزی حقیقت فقط با مهمانایی که ما با ما میبیاین ما و باید معلومات میدهیم فقط همون حقیقتشون میدهیم و برای همین ما را بسیاری
از همکارمون میگن ای شما سوستین که شما چنین ازبکو نمیشین که یک چی توریست یک چیزتون که گفت یک دروغشون بگن همو خطی چی را کارت فیر از میکنه. زیادتر گیرین فیر از زیادتر گیرین نه که ما ای طرفش نیستیم نه که ما را پروسه فقط میفرستیم که بعد یک چیز دیگر ما میخواستم فهم که همین نام افغانستان همین دولت افغانستان همین کی موند و برای چی افغانستان موندن دیگر نام دولت نموندن مثلا توجیکستان همچون خیلی معلوم است که تاجدار بودن نه که افغانستان معلوم نیست که این چی آدم بودن چه خیل نمود گروه بودن از نامشون معلوم نیست من برای همین این هم سوال میخواستم دیم سببی که خیلی وقتم کم بود برای من کم بود من 2 ساعت فقط گوش کردم که نکیر انشالله God willing زنده باشید برادر، زنده باشید، سربلند باشید. اویدی силкаҳои китоб доғи худо дагиев ки гуфтед, агар ки шумо саҳифаи фейсбук дошта бошед, дар саҳифаи фейсбук он кас саҳифаи худро доранд, метавонед мактуб кунед. Агар ки шумо дар тикток бошед, масалан ҳозир даги чӣ хел дидед, дагиев масалан бошад, мумкин дар он ҷам ҳастанд. Дар саҳифаи ман масалан видеонаварҳое ҳастанд ки мо бо он кас ҳамсӯҳбат шудем, интервю мисли интервю. Дар он ҷо зер ман қайд кардаги ҳастам саҳифаи устодро. Шумо метавонед ҳамун саҳифада дуроед ва дар он саҳифа хулоса чиз кунед, нависед. яъне хулас ба он кас агар ки чиз натонед интизор шавед, ман чиз китобошуно саҳифаошуно дар саҳифаи худ ҷо мекунам. Ман дархост мекунам ки ба ман равон кунанд. хуб, оиди калимаи Афғонистон бошад, ман пурра намедонам, аммо медонам ки шоҳи ки буд номаш Дуронӣ Аҳмадшаҳ Дуронӣ, бале Аҳмадшаҳи Дуронӣ линия хати Дуронӣ ки мегӯянд, хати Дуронӣ байни Покистону байни Афғонистон ва хати Дуронӣ ки дар Тоҷикистону Афғонистону дигар давлатҳои Осиё ҳастанд. хулоса ки инглисҳо меёянд, хулоса дар ҷо аввал бо ки ҳамсӯҳбат мешаванд? Бо ҳамон афғоное ки дар марзҳои Покистону Ҳиндустони имрӯза зиндагӣ мекарданд. фаҳмидед? Ва шояд аз ҳамин сабаб мешавад ки дар ин ҷо ки зиндагӣ мекунад? Афғон. мегӯянд ки Афғонистон. Шояд ман сарҳад бале бо дуруст намедонам, лекин ҳамин Аҳмадшоҳи Дуронӣ ба фикрам, фаҳмидед, ҳамун пешниҳод мекунад ки ин сарзамини Хуросонро Афғонистон номзад кунед. Бо ман албатта ки барои худ ва чиз як дида буромада мебинам. шумоям дида буромада бинед бародар, ягон мушкиле надорад. ҳозир бо афғонистониҳо медоранд, албатта ки савол метиҳем. аммо интизор шавед бародар, оиди доғиев, мо албатта мемонем. сипос оиди ҳақ гуфтан, ман аз хотирам омада, сарам ҳозир камтарак чи аст. сухани ҳақ тилло ҳаст, фаҳмидед бародар? ва агар ки шумо мусалмон бошед, мусалмон ҳақгӯй бошед, бинед як ҳадиси пайғамбар ҳаст ки мегӯяд ки ҳамин як кӯҳе ки тиллов бошаду кӯҳе ки хушиҳои зиндагӣ бошад, ё ки кӯҳи хӯрок гӯем, ва дар он ҷо як қатра ҳаром бошад, куллан ҳамун кӯҳ ҳаром мешавад. фаҳмидед? яъне ҳамин паҷам, нона паҷам мезанад ку дар Тоҷикистон камтарак тоза мекарданд, бас бо мехӯрданша, ӯ паҷамзада куллан вайрон мешавад. фаҳмидед? шумо бояд ҳақгӯй бошед бародар. шумо ҳамун туриста агар ки далели фактҳо кати фаҳмонда диҳед, бовар кунед ки вай тарафдори шумо мешавад. фаҳмидед? Тамом.
масалан ман чанд бор ҳамун гидҳое ки гуфтед ки аз Узбакистон ҳастанд, ман шахсан чандин бор даъватаншон кардам ки ман ҳамин одам ҳастам, одами оддӣ мисли шумо, биёед як баҳс кунем, баҳси торихӣ. намебироянд, барое ки метарсанд. Имрӯз мо устодро даъват кардем. Устод ӯ нафаре ҳаст ки рӯшан нишон додистааст, фаҳмидед? касе ки рӯяшро нишон метиҳад, касе ки ҳарф мезанад, аз ҳеҷ чиз наметарсад, намегризад. Одами ҳақгӯй ҳеҷ гоҳ бой наметиҳад, фаҳмидед? Аммо одами дурӯғгӯ бошад, дурӯя мешавад, серӯя мешавад, мисли хамелеон борен сифаташро иваз карда мегирад. Ва ягон кас ин гуна одами дурӯяро дӯст намедорад. Ҳамин сабаб мешавад ки шумо метавонед як видеонаварҳо кунед ки ин ҳамин бародар дурӯғ гуфтестааст. Ина регистон калимаи форсиест, фаҳмидед? Сартарошхона калимаи форсиест, фаҳмидед? Ана ба забони тоҷикӣ яъне имрӯз тоҷикӣ мегӯем, форсӣ гӯем ша. Форсӣ мо форс ҳастем. Мо форс ҳастем. Шоҳи зинда ёки намедонам чорминор ёки дигар ин ҳамин мегӯӣ ки чаро ба забони ман истифода мекунӣ, чаро ба забони ман гап мезанӣ. Баъд бо дигар ҷа мавзӯъ ҳастад, турку муғулу. Имрӯз як видеонавар дидам, якта ҳамун гид мебира, мега ки охирон 1000 сол последний тысячелес як зан на территории Бухары правили тюрки, яъне охирон 1000 сол марзҳои ҳамин сарзаминҳои ҳамҷур туркҳо ҳукуматдорӣ мекарданд. Дурӯғ аст, туркҳо ҳукуматдорӣ намекарданд, муғулҳо ҳукуматдорӣ мекарданд. ҳатто ҳамун амири Тимуре ки имрӯз мо дар барнома гуфтем, амири Тимуре ки мехост ки титули, яъне ҳамун титул ба тоҷикӣ чӣ мешавад акам? Намедонам. Ҳамун титули ханро гирад, фаҳмидед? Хан номзад шавад. Аммо хан набуд, барое ки аз оилаи Чингизҳо набуд. Чингизҳо кӣ буд? Чингизҳо муғул буданд. Пас аз муғулҳо омадан 12 аср танҳо Чингизиди, яъне муғулҳо ҳаққи ҳукуматдорӣ доштанд, фаҳмидед бародар? Ҳатто ҳамин Барлас мегӯянд имрӯз, Барлас турк нест, Барлас муғул аст ки забонаш туркӣ аст, дурст, забонаш. Аммо имрӯз ки рус масалан не ҳамин тоҷик ёки узбаке ки Русия меравад, забони русӣ кати гап мезанад, аз сабабе ки дар ҳамонҷо тавлид шид, бузург шид, оё вай сифаташ иваз мешавад? Не. ҳамун узбак мемонад, ҳамун тоҷик мемонад, ҳамун қирғиз мемонад. Забонаш русӣ мешавад, фарҳангаш мумкин шояд русӣ шавад, аммо хункати ӯ ҳамун чӣ хеле ки тоҷику узбак буд, ҳамун хункати ҳамин аст. Ва имрӯз кай ки мо туркем мегӯянд, не, иштибоҳ аст, дурӯғ аст, фаҳмидед? Ҳатто ҳамун амири Олимхоне ки ҳаст, Мангитҳо муғул ҳастанд, турк нестанд, туркзабон ҳастанд. Тамом, ин чизҳоро бояд мо бифаҳмем, тақсим кунем. Имрӯз масалан дар Афғонистон паштузабонҳо, ҳазораҳо, узбакҳо ба забони форсӣ гап мезананд. Охир форс нестанд ку? Ҳазора аз муғултабор аст, пашту эрони наҷот аст, лекин ӯ забони худашро дорад. Ана узбак ҳам ки ба забони форсӣ ҳам ки гап занад, узбак ҳаст. Дигар миллат. Мо бояд як тақсим кунем, мо бояд донем ки кӣ аст, чӣ аст ва намонем ки дурӯғгӯӣ шавад. Чаро дурӯғ мегӯед? Забони тоҷикҳо ҳукуматдорӣ иҷо агар ки ҳамун одамо доранд кати мо гап зананд, масалан бо ҷавоб додан мешавад, фаҳмидед? Бибинед ки авлод ки ҳукумат кардеста бошад, нишонаи он нест ки ҳамун куллан мардум ҳукуматдорӣ. Яъне авлоди масалан Олимхон не Мангитиҳо буданд, абача сарвазирои Мангитиҳо кӣ буд? Тоҷикон буданд. Пул дар дасти кӣ буд? Дар дасти тоҷикҳо. Кӣ давлата ҳукуматдорӣ мекард? Тоҷикҳо ҳукуматдорӣ мекарданд. Кай ки муғулҳо ин ҷо омаданд, муғулҳо намедонистанд ки чӣ гуна ин давлатҳоя ҳукуматдорӣ кардан дар кор аст. Барое ки муғулҳо ин гуна иқтисод, ин гуна чизҳоя намедонистанд, тасвире надоштанд, фаҳмидед? Барои онҳо одамҳо дар кор буд. Масалан ҳамун киноҳои Чингизхона мебинӣ, дар он ҷо ҳар як олима мебиёрад, мегӯяд ки ба ман омӯз, ба ман роҳбарӣ кун, ман ёрдамчӣ шав. Фаҳмидед? Яъне касе ки дар давлат ҳамун иқтисода нигоҳубин мекунад,
анаму давлата роҳбарӣ мекунад, фаҳмидед? Ва тоҷикон хеле зиёд будан дар вазирӣ, ҳамун чи муғул, чи турк ва чи дигар ғайра, фаҳмидед? Ӯ хоразмшоҳиё буданд, ки туркзабонҳо буданд, турк буданд, аммо онҳоро муғулҳо аз байн бурданд ва ба ҳар ҳол ҳамун хоразмшоҳиёрам онҳо устодошон тоҷикҳо ҳастанд. хуб иҷа бо дигар гапи хабар дигар чи аст. Хуб, зиндаву сарбаланд бошед бародар, бо иншоалло чиз мекунем, иншоалло ҳамсуҳбат ташаккури зиёд мешавем. акаи Шоҳрухҷон, бисёр ҳаловат будем аз ин як суханронии шумо ва бале, суханронии устод. Ташаккури зиёд. зинда бошед, хонаобод бошед. Мо бо шумо ҳастем, бо иншоалло ҳамсуҳбат мешавем бародар. Таҷикӣ иҷа хеле бисёр шудаиста. Мавҷ афақ. Бояд ман ҳамин афғононро даъват накунам иҷа бародаро. Афғоно медуранд, дашно мекунанд, гапҳои бад мезананд, ё ки надурен, ё ки чӣ накунед, дар кор нест гапҳои ҳақорат кардан. Ораш, хубӣ акаҷон? Ассалому алайкум акай. Овоз ма мебиёд ака? Бале, марҳамат бародар. Сухан кунед, марҳамат. Таҷикӣ хомӯш шид бародар. Араши Хуросонӣ? Салом алейкум бародар, марҳамат. дуруд эҳтиромот хидмати шумо бародар азизи гиромӣ ва дӯстоне ки дар поини лайф ҳастанд. умедворам ки саҳатманду муваффақ бошен. ман хеле вақт меша ки худи постҳоятонро мебинам, дар инстаграмам мебинам, фаъолиятатонро мебинам ва дар ҳақиқат хушҳол ҳастам ки ҳамчин ҷавоне мисли худет дорем ки дар ҳамин арса фаъолият мекунад. гуфтам дар бола биям ба худет ба унвони яке ки муаррифӣ бишем ба ҳамдигар ва яке дигаи ки битавонем ба ҳамдигар дар ҳамин ростое ки алоқамандӣ дорем дар қисмати забон, фарҳанг, торих, культур ва анъанот агар алоқа дошта бошем با هم دیگر همکاری بکنیم. من خودم شخصا در این راستا حدود مثل خود شما رشته ما در قسمت تاریخ نیست، منتها 4 سال میشه که همین روی زبان و تاریخ و فرهنگ و کلتور و عنعنات اینا تحقیق میکنم و توانستم که به اطلاعات خوب دست پیدا بکنم، از علم ژنتیک گرفته، از آشنایی اقوام گرفته، چه گروه افرادی در جغرافیای ما زندگی میکنن. این خاک نه تنها که یک موضوعی است که افغانستان که بسیار جدید است نزد شخص من حداقل تا زمانی که 2500 سال است که اسناد موثق موجود است از سنگکتیبه ها، از اسناد دیگری که به عنعنات ما مشخص میکنن، اینا رو مطالعه کردم و همچنین کتب بسیار زیادی که بعد از اسلام ایجاد شد با الفابت در حقیقت کوفی میگم، بعضی عربی میگن از خود ماست این الفابت، و در حقیقت به زبان عربی ابتدا در 2 قرن اول و همچنین در 12 قرن بعد ما به زبان فارسی زیاد داریم، زیاد اسناد داریم، اطلاعات بسیار مفیدی داریم در قسمت مردم خود ما و در قسمت ای که ما شناسایی بکنیم که در اینجا چه گروه مخلوقی و چه گروه اقوامی در جغرافیای ما چی زمان وارد شدن و چی زمان حکومت کردن، مدت زمان حکومتشون چقدر بود و چه خوبی ها و چه بدی های در این جغرافیا کردند و آثارشون چیست. و در این راستا من در خدمتتان هستم، در کنارتان هستم. اگر خواستین میتونین که اگر موضوع برنامهتان تاریخی بود میتونین که ما و دوستان دیگری که با شما معرفی میشن از طریق ما از اونها استفاده کنین. امیدوارم که بتونیم یک سوال، یک پاسخ طبق منطق، اسناد و ثبوت تاریخی بتونیم که برای عزیزانی که در لایف شرکت میکنن ارائه بکنیم. چون من خودم درک میکنم بعضی عزیزان که ما آقای دوست گرامی ما استاد در آورده بودین، اینا کار دارن، مصروفیت دارن، باز ما که کم آزاد است وقت ما برای خود شما کم
راحت تر میشه که در موضوعات تاریخی یک وقتی که اگه نیاز بود ما در خدمتتون هستم. من تا می اندازه کفایت میکنه، ولی اگه سوال چیزی بود انشالله در خدمتتون. بهترین برادر گرامی ببینید، یک سر خوب است، دو سر بهتر است میگویند. ببینید ما صفحه تلگرام داریم برادر، و کاش که مثلا равшанфикрон якҷоя бошанд, намин ҳар гуна мавзӯя бо ҳам таҳлил карда баррасӣ кунанд. Агар ки шумо имконият дошта бошед, намин телеграм Мишо Ҳакимӣ дуроед бародар, як охириш намондагӣ аст. Дар он ҷо мо амин баҳси таърихӣ, фарҳангӣ, ҳувиятшиносӣ ҳар гуна суолҳоро баррасӣ мекунем ва фикри ақидаи шумоам хуб лозим аст, ва дар он ҷо мо метавонем бо ягон чӣ гум ҳамсӯҳбат шуда, оиди ягон барномаҳо ҳамсӯҳбат шуда ихлоса дар пайаш шавем. Фаҳмидед бародар? имрӯз мо 3 соат шудааст ки дар ин ҷо интизор шудем. бовар кунед ман сарам дард накардест, лекин чашмом ҳалок шудааст. гӯем ки чи аст. барои ҳамин бародар ташаккури зиёд сипосгузорам бародари гиромӣ. албатта ки шумо хуросонӣ ҳастед, моям хуросонӣ. аз ин рӯз пас моям хуросонӣ ҳастем. ана мубориза давом метем. албатта ки чаро не мубориза. بله من پایین تقریبا 100 من شنونده لایف بود و میفهمم. منظور من از آینده ها بود. و دیگه که گفتین تلگرام، ما یک پیج تلگرام داریم که تمام منابع و کتب و هر اسنادی که هست در کتابخانه خود ما ایجاد کردیم اونجا گذاشتیم. و همچنان 100% ما برایتان مسیج میدم، امی یوزر آیدی خود برایتان روان میکنم که از اون طریق با هم دیگر کانکت بشیم. منظور من آینده بود. دیگه موفق باشین. من مایک خود میبندم. سپاسگزار. ات تاجیکی سلام علیکم. ات تاجیکی سلام علیکم. مرحمت یک بار دیگه. السلام علیکم برادر شاه حکیمی. علیکم السلام. راستی گپ من میخواستم همه ملتداری را از نگاه دین برای شما و شنوندگان شما یک بار فهمانم که مقصد در بالای ملتداری امامان بزرگی ما هم یک چند فکری خود بیان کردگن. مثال امام شافعی میگوید که ملت پرستی این ملت خود را دوست داشتن، این ملت پرستی نیست. اگر ما بگوییم که ما ملت خود را دوست می‌داریم، این ملت پرستی نیست. ولی شوم دیدن یک کس دیگر برای آن که او از ملت دیگر است، تنها از ملت دیگر است و تو رو شوم می‌بینی، این است ملت پرستی. بعدا وقتی که ما در نزد مردم میگیم که مقصد ما تاجیک هستیم، ما فارسی زبان هستیم، آنها در حال بر ما در میافتند با تهمت ملتچگی، با تهمت ناسیونالیست بودن. ولی من باید بگویم که در حدیث امام بخاری و مسلم حدیثی هست که از سعد ابن ابوالوقاص روایت میکند که رسول خدا محمد صلی الله علیه وسلم فرمود هر کس که کسی را پدر خود بگوید در حالی که میداند که او پدر او نیست، مقصد من تاجیکم ولی بگویم که من ازبکم در حالی که من در درون خود میدانم که من تاجیکم، بهشت برای او حرام است. مقصد فهمیدید؟ بله. این چخل بگویم وای آدم کافر می شود. من اگر درست برادر صدای میکروفونش با گم شد. درست است؟ نه. بله گپ السلام علیکم. یک بار دیگر زیاد. هدف از این حدیث در آن است که کارهایی که در زمان جاهلیت انجام داده میشد در بعد از اسلام آوردن مسلمین اینها کارها انجام داده نشود. مثال شما میبینید که ملت دیگر برتری دارد ولی شما خود را از اون نمیگیرید و از قبیله و از ملتی که در این زمان آبرویش بلندتر است میخواهید از او باشد. به مثل قفقازی های تاجیکی ما در روسیه که خود را قفقازی میگویند، به مثل تاجیک های ازبکستانی ما که میترسند یا به دیگر عامل ها باشند خود را ازبک میگویند. در پیش من هم همین
مسئله بگیم همین حادثه روی داده بود و به مثل تاجیکایی که افغانستان هستند که با زر بزرگ در شناسنامه آنها افغان نوشته شدند. این افغان متقابل پشتون است. اگر شما بدانید شما بعدا برادرها گفتن که برای چی افغانستان آن سرزمین را نام کردن. شما میدانید که ملت پشتون در کوههای سلیمان بین پاکستان و هندوستان خیبر پختونخوا زندگی میکردند. از اون طرف انگلیس ها حرکت کردند به سوی آسیای مونه، از این طرف روس ها. از اون طرف هنگامی که انگلیس ها حرکت کردند مقصد که یکم با کی رو برو شدن؟ با پشتون ها، با افغان ها. با آنها اسلحه دادند و آنها برای حکومت انگلیس ها را برپا کردن در زمین خراسانی میگیم افغانستان امروزه جنگیدند که و برای همین شده همون مملکت همون سرزمین که افغانستان نام کردن. افغان این نامی نو یا کهنه پشتون ها می باشد که نام ما در افغانستان مثال تاجیک یا فارسیوان است که از زمان های پیش ما دهکدان بودیم، دهگان ها که دهقان به اصطلاح خودمون که انا من خیلی چیزه که اگر راسته گپ دیگر باید تاجیکای ما بدانند در کدام مملکتی که نباشند، در روسیه باشند، در افغانستان یا که در تاجیکستان، هنگامی که خود را نسبت میدهند به ملت دیگر آنها باید این را بدانند که مرتکب کفر میشوند. از آنها عملهای آنها اسلام آنها دیگر قبول کرده نمیشود. مقصد من از بدخشان مثال درست دروازه مکه بله بهترین ما هیچ وقت قبول نمیکنیم که مثال ما تاجیک هستیم که همون شیرچای خود میخوریم بابای ما پدر بابا میگیم بابای ما میگه که شما تاجیک هستین که مادر ما هم میگیم او ما میگیم ما وای هم تاجیک هست که و ما هم بدانیم که ملت تاجیک است چی تشکل یافته است؟ از قبیله های بگیم سوغدیان، باختریان، سگدیتسی، بکتریتسی، اسک مسگیتی، تخارتی، تخاری ها و دیگر ملت های دیگر که قبیله های آریان نژاد که پیش از 1400 سال پیش در اینجا زندگی میکردن و بعد از اسلام آنها یک جایه شدن و یک ملت واحد را تشکیل دادن. مثال تاجیک، معنای تاجیک این نه ترک و نه عرب است. بعدا همین الفبای ما را بعضا وقت الفبای عربی مینامند که باید شنوندگان شما این را بدانند که پدر خط الفبای عربی که ابن مکله که یک بار شما در اینترنت بزنید که این هم فارس می باشد که پدر کالیگرافی عربی که ابن مکله یک بار شما بزنید که مثال این فارس ابن مکله بله مکله که ابن مکله که بله بله همین فارس می باشد در دربار عباسیان خدمت میکرد و همین حرفای قرآن هم ببینید که همین حرفای کوفی می نویسد بله بله همین محصول دست فارس ها است که فهمیدید. بعضا وقت ما را به ملت پرستی که هجوم میکنند که ولی ما با مسلمان های خود فخر میکنیم با تاریخ طلایی که با دست مسلمان های ما نوشته شد. ما با ابو جهل خود مقصد تاجیک نداشتیم که ابو جهل که بگیم که ای ابو جهل پدر ما بود، نه اسماعیل سامانی و شیخ الحدیث بوده که امام البخاری، امام المسلم، امام الترمذی که همه اینها مسلمان بودند و همچون تاجیک مرا همین چیز انگیزه میدهد که من اسلام بیاموزم چون پدرهای من مسلمان بودند که من در یک دولت خارجی راستی که در نماز در آمدم خواندم امریکایی بود و فکر من ریشش زد به انگلیسی گپ زد بعد گفت از کجاستی؟ من گفتم از تاجیکستان. فهمیده که بعد گفت که الخوجندی را میشناسی؟ در حالی که من از بدخشانم و از تمام علم های بزرگترای خودمون چیز شناسایی دارم ولی من الخوجندی را همون امریکایی بگم انگلیس زبان به من گفت که علمی بزرگ اسلام است مثلا الخوجندی که فهمیده. بعدا سوال برای من داد که عربی را میدونی؟ من گفتم که نه من تنها به زبان فارسی تکلم میکنم. بعد به من خندید گفت میدونی که برای چی زبان عربی را ندانستی در حالی که شما در صدر اسلام بودین در سرزمین هایی که در آنجا علم های زیاد مقصد پیدا شدن؟ من گفتم نه چرا؟ گفت چون که مادرهای شما یاد نگرفته
گرفتن. مادرهای شما مقصد فارسی زبان بودن در درون خانه، از خانه بیرون نمیبرومدن. من همه چیزها رو من گفتم بفهمونم به شما و بهترین شنوندگان شما. ببینید بهترین برادر باور کنید امروز خیلی روزی فایده‌آور شد. ибн Муклая من якин бор аст ки фаҳмидастам, ман сибивай медонистам ки чихе шумо ибн Муклая падари بله که каллиграфияи форси арабӣ мегӯянд, сибивай عربی ман медонистам ки падари грамматикаи не хулоса عربی бале ман намедонистам ина. бовар кунед хеле чи аст ва алхуҷандиам ман намедонистам мардак. شو Ози اکا ядақа نقش ака فارسا Алекс در ядақа оиди дин бародар бинед шумо хеле дуруст қайд кардед ки агар ки падари худро дигар кас шумори хилосата ҳаром ҳасти чиз гуфтед, хуб дуруст аст, лекин تو بگیم به زبان خود میگیم کافر میشوی. فهمیده که اگر من дуруст تاجیکم و ман بگم که من бародар ازبکم یا که در дуруст روسیه چخیله که دروازی یا ман که шуморо مثال фаҳмидам, از گلا میگه که من قفقازیم، ман шуморо من باشم фаҳмидам یک бародар. شپلاقش میزنم ман ду اکا. калимаро дӯст намедорам, ҳамин ду калимаро дӯст намедорам бародар. بله اکا جان. якеш кофир, дуюмаш куфр. این کلمه عربی است. من میدونم چه خیلی من شخصا کافر یعنی من میگم که آدمی که به خدا باوری ندارد میگویم، فهمیدید؟ نه بخشش زیاد کافر بدن میدونی چیزه که معنای کلمه کافر این روی پشت کردن است که تمام. فهمیده؟ درست گپتون درست. من میفهمم شخصانی که حق رو میدونن دکن یک نه دکن شخصانی که حق رو میدونن ولی حق رو روی پوش میکنن. فهمیدی؟ تو میدونی که در حقیقت تاجیکی و وای روی پوش میکنی. فهمیده دکن؟ نه درست گپتون. خب ببینید برادر، ما میتونیم که همین مسیحیه کافر گوییم مثلا؟ اگر راست گپ این سوال که با علم های دین که تمام گپ در کجاست برادر؟ من اگه فکر خود رو بیان کنم ببینید برادر، برای من کافر شما چه گفته که او نفری که پنهان میکنن، لیکن همون مسیحی معلومات نداشته باشد و جای پنهان کردن ندارد. فهمیدید؟ و به هر حال ببینید این حدیثی که من نقل کردم که این تنها هشدار به تاجیک های خودمون بود که خود قفقازی و ازبک میگویند. فهمیده دکه؟ درست. من شما را یگان چی نگفتم. من میگم که مثلا برادر من شخصا خودم کلمه کافر رو من چه گم دیگه گونه استفاده میبرم، برای که مثلا ببینید همین توجیکو باشد، نه تنها توجیکو، همین عربا هم باشد، مسلمانان کلا میبینن دولت های گوناگون همین کلمه بسیار استفاده میبرند، یعنی کافر کافر، شرک شرک شرک، کافر کافر کافر. و این با حتی با گوشی چه گم همین نوکافر دیگه ملت بد شدگی، یعنی که همین مثل خوب رفتگی تصور کنید که در بالای سرت تک تک آبی خنک میزنند که بیزور میشه همین کلمه. بله. از همین سبب من میگویم که آدمی که باوری ندارد به خدا خلاصا یا که دیگه خدا را میپذیرد، یعنی بود داره یا که دیگه را، فهمیدید؟ خب دیگه دین دارد میگم تمام. شرک درست این باز کلمه عربی است، این چیز است، لیکن من میگویم که اگه این حدیث راستی من در کجا دریافتم بخشش زیاد، اگه در پیش من یک بچه از سمرقند بود توجیک کتیم توجیکی گپ میزد، در حالی که بچه هموطنی وای بگیم ازبکستانی آمده و وای سوال داد که تو تاجیک ازبک، وای در حال 360 گرد و سکت تاب خورد و گفت ما ازبکم. فهمیده دکه؟ من مثال شپلاقتی زدم شکه دوستیمون همونجا پایان یافت. نه اکه برادر گفتمش که برادر این خیلی کاری خوب نیست. میدونست که نه او خودش میدونه که شخصا که تاجیک است مثلا یا که پنهان میکرد. بله وای خودش میدونه دکه وای تاجیکی خودش اکه برادر نه ایخی سخت گرفتن در کار نیست. با فکر من چه سخت مثلا بینید که همین در دین اسلام گیریم یک خیلی وقتایی هست که جایز است حتی خود رو کافر گوی یا که همون مسیحی و دیگه دین گوی تو که جان خود رو نجات دی. فهمیدید؟ و البته هستن وقت آدمایی هستن که معلومات زیاد ندارن یا که نمیدونن یا که میترسن. ما
ҳамин шумо бародар одамҳо бояд якдигарро фаҳмонанд ки ҷои тарс нест худро тоҷик гуфтан худро абача агар ки ҳаму як маълумоти бештар ти масалан оиди ҳамин бузургони тоҷикӣ ҳатто гӯе ки бародар ту имом албухорӣ ҳар рӯз китобаша мехонӣ вай тоҷик буд миллионҳо одамҳо китоби тоҷика мехонанд миллионҳо одамо пайрави имоми абу ҳанифа мазҳабаш ҳастанд миллионҳо одамо дигар бовар кунед дигар хел фикриш меша ақидаш мешавад рост ака рости гап ака ваёрам фаҳмида мешавад ки ваё тӯли 30 чанд сол шид тӯли 35 сол шид ки зери таъсири ақидаҳои пантуркистӣ калон шиданд ва баъзе вақт мо ба мактабҳоиҳо нигоҳ мекунем рости гап ман забоншона кам медонам ва дар он ҷо Самарқанд тоҷикои Самарқанду Бухорову Намангон астай ака дар он ҷо боз чи астай Намангон астай дар он ҷо онҳоро ба мисоли туркҳои форсизабон номбар мекунанд хеле пропаганда мегузаронанд ки вайҳо ба бигем пропаганди вайҳо моил шаванд фаҳмиде ака ман бисёр наворҳошонам тамошо мекунам туристҳоро вақте ки мегиранд мебаранд гӯё ки ба мавқеи сукунати узбакон ни таҳҷоӣ онҳоро ба ғилон мебаранд ака ғилона медонед ака дар гирди Тошканд ака як минтақаи пурра тоҷикнишин ака ҳамин тоҷикое ки суғдиёи асиле ки ба ягон миллати дигар ҳамроҳ шидагӣ нестанд шаклу сурат ва симо ҳама тоҷикист ака фаҳмидед бале ҳама зард мисол ҳамин хел ака ё ки минтақаҳои сух ё ки чиз буд ҳазрати шоҳ буд ака дар қирғизистони имрӯза ака анклавои Узбекистон зинда бошед бародар гиромӣ зиндаву сарбаланд бошед дофи дигар иншоалло мо чиз мекунем дуруед ба ҳазуртар гап занем ман рости гап чашмон пӯшидест аст то ташаккур ба шумо ва шунавандагони шумо ака беҳтарин чиз кардед бародар ман ҳозир олимое ки шумо номбард кардед ман рости гап намедонистам ва ин ба ман як чизи хеле хуб шид ман ҳатман мехонам ҳатман касе таърихи худам медонад ака аз таърихи мусалмонии худ мақсад фахр мекунад ака ин ҷои гуноҳ нест мо мусалмонем чаро мақсад арабҳо мегӯянд ки мо фарзандони халид ҳастем мо фарзандони умавиён ҳастем мақсад арабҳо мегӯянд мо ҳам фарзандони сомониҳо ҳастем мақсад ака мо фарзандони бухороӣ хоразмӣ тирмизӣ ва инҳо ҳастем ака иншаалло падарони мо мусалмон буданд мо ҳам мусалмонем ассалому алайкум акаҷон саломат бошед ака алекс кӯтоҳ кадар мардамат гӯед акаҷон илтимос ман гуфтам вай дар бораи ин бародари мо дар бораи абу маҳмуд алхуҷандӣ гуфтанд абу маҳмуд алхуҷандӣ я скажу на русском языке не тоҷикӣ гап занед ака ҳама майлаш тоҷикӣ ин дар осиёи миёна зиндагиригӣ одами форсӣ аст аз хуҷанд ин математик аст астроном аст ин аз хуҷанд зодаи хуҷанд аст дар тоҷикистон мефаҳмед ҳамин вақтҳои алхуҷандӣ зиндагӣ мекард ибни сино буд умари хайём буд фирдавсӣ буд мефаҳмед ме ҳамин хел ҳамин солҳои 940 ҳамин тақрибан де то ҳамин ҳазорсолаҳо де агон ҳазор сола мегӯяд ҳамин хел бародари хуб ман ҳамин гапа гӯям гуфтам окей раҳмати калом беҳтарин ака беҳтарин зинда бошед ин мавзӯъро мо бояд донем иҷода ман улуғбек ва носириддини тӯсӣ ва улуғбек ки ҳамин ҷойшона обсерватория сохта месохтанд ҳамашро аз китобҳои аз алхуҷандӣ мегирифтанд фаҳмидед сарнавиштошона саркорушона беҳтарин ман кошки мо ин барои ҳарду мо лозим аст барои видеоматериал кардан иншаалло зинда бошед ака алекс зинда бошед то бозид иншаалло бо ҳам суҳбат мешавем равед майла ташаккур ака алекс ман ҳозир ба лаҳҷаи урметинӣ гап мезанам салом ака шумо чӣ хел нақс ҳастед тинч ҳастед сос ҳастед акои талабшо ҳастед шумо микрофонтонро гирон кунед талабшо чӣ хел шумо тинҷен созен нақс ҳастед кору боротон хуб
رحمت السلام علیکم. شامتون بخیر و شادی باشد. همون شما همون بچه ارمتینی نه؟ البته چو کرده؟ چی گپ خبر تینجی همه خصوص نه؟ دلم خواهد که پرواز کنم بر سوی ارمتان. دلم خواهد که پرواز کنم بر سوی ارمتان. بینوشم قطره آب ز هر یک جوی ارمتان. به یادم هست که ما را تا بخارا خیر و خوش می کرد. زرافشانی که پرموج است در پایان ارمتان. ما هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ. ای هیچ زی بحری هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که زی آدمی چی میماند و بس. مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. همین خیلی شهر بهترین شما نه؟ مشکل خدا نستین شکر. او همین شما گپتونو میبرم او همین نمیشد که یک همین کامرتونو گیرون کنید و با همین شعر خونید که من حلاوت برامو بعد من وای گیرم در صحیفمونم گم که انا بچوی تاجیکستانی ارمتانیا بینید هموطنی من خیلی شعر میخونه فهمیدید که آدم همین آب شوند. اگه من با لحجه ارمتین گرگم جارجون از بخدا هم سویتو کشتیگی با هم دورون خوره. ساعت چند؟ ساعت تو چند شده اونجا؟ ساعت ما 11:30 بچتی. برق نیست؟ یعنی نه برق هست همش ساعت فوز برق هست همیشه. اگه با بچه ها یوش همه حساب شورجون اگه روز البته یک ویدیوهای کلتوری بازی بکره ابزت میاد. زنده باشید خانه آباد باشید. سپاسگزارم که شما آمدید امروز مهمانی. همین چشمم کدام چی در اومده برق نرفته دیدن در کره. خب رحمت کلام برادر شما در خانه آبادی بهترین کار که در اومده یک مصرعی شعری خوب گوش کردیم اخیر با و با شما خانه آبادی تنصیحاتی خواهانم با کلی مردم ارمتان و تاجیکستان. بچه‌ها امروز کتی تمام من خیر خوش میکنم با شما. تشکر زیاد که امروز با ما بودید. تا بازدید همیشه سربلند صحت خانه آباد باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Goodbye بچو. Mariami. See you next time guys.